اونم که الان نبرنم. به کسی پیشنهاد میکنه وارد این کار بشه؟ یک کیوریتور خودش یک جور هنرمنده. اینجوری نیست که ما یه مارکتینگ که خیلی ضعیف تو هنر داریم. باید ارزش گذاریش خیلی حقیقی باشه. اون موقع تو مهارت ها رو داشتی از خودت نشون میدادی. شما مسیر زندگی منو عوض کردی. اتفاقا بذاره کنار که بهتر. همسر آینده‌ام هم توش انتخاب کردم. دو تا 4 تا نمیشد. اینجاست که میگم نقش گالری ها مهمه. این چرا جاهای دیگه کار نمیکنه؟ چون باگ آرتیست خانم داریم. یه آکشن داریم اساسش بر همون فومو چیده شده. وظیفه یه هنرمنده که نسبت به اتفاقها و رویدادهای جامعه‌اش حساس باشه. شکیبا پرورش. شکیبا جان خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی. مرسی از شما که منو دعوت کردین. منم خیلی خوشحالم که اینجا. من خیلی دوست دارم بدونم شکیبا کیه، چه کاری انجام میده و چرا اون کار انجام میده. شکیبا یه آدم خیلی با اشتیاقه که دوست داره خیلی یاد بگیره، دوست داره خیلی جستجو کنه و تمام این سالهایی که وارد حالا چه حرفه تخصصیم شدم چه قبلش همیشه هیجان یادگیری داشتم و اشتیاق داشتم و هنر اون بخشی بوده که در واقع اون اشتیاق منو همیشه نوازش کرده و به من لذت داده. یادت میاد اولین مواجهه‌ای که داشتی با هنر رو، چیزی که خاطرت مونده باشه کی بود؟ خب من وقتی که خیلی کوچیک بودم و خب مثلا 5-6 سالم بوده و شروع کردم به نقاشی کشیدن، همون موقع واقعا احساس میکردم که برای من یه دنیای خیلی خاصیه. ولی اولین اتفاقی که منو خیلی مشتاق کرد به در واقع هنر از یه جعبه مداد رنگی شروع شد که خاله من یک روز اومد مدرسه، من کلاس اول دبستان بودم و اومد که من رو در واقع بردار و ببره خونه. من مادرم معلم بود و حالا اون روز به هر دلیلی باید میموند مدرسه بیشتر و این فرصت رو خالم پیدا کرده بود که بیا دنبال من. نزدیک مدرسه ما یه لوازم تحریر فروشی بود و خاله من چون دلش میخواست مثلا اون روز خاصی برای من باشه یه جعبه مداد رنگی برای من خرید و اون جعبه مداد رنگی همه دنیای من رو عوض کرد. چند رنگ؟ کوچیک بود، خیلی رنگ زیادی نداشت و حتی اون جعبه هم یه جعبه کاغذی بود و خیلی برای من دوست داشتنی بود. یادمه که اونجا اولین بار من رنگ نقره‌ای رو تو مداد رنگی ها دیدم و برام خیلی جذاب بود. اصلا نمیدونستم مثلا نقره‌ای رنگه، یعنی این تصور رو نداشتم. و چون ما خب به هر حال دبستان رو در زمان جنگ شروع کرده بودیم، شاید خیلی در اون زمان ما فرصتی که بزرگترها برای ما وقت ویژه‌ای بذارن راجب رنگ، راجب فرم، راجب شکل، واقعا از حوصله همه خارج بود. انقدر همه درگیر دویدن رفتن به پناهگاه و آژیر خطر و یعنی برای بقا همه می جنگیدن و کسی فرصت این که حالا به یه دختر بچه اول دبستانی زمان بذاره و روی رنگ و روی فرم و شکل کار بکنه نبود. اون مداد رنگی دنیای منو متحول کرد. یادت میاد نقاشی که کشیدی باهاش رو یا نه؟ بله چی بودش؟ یه دختر بچه بود که هنوزم دارمش که آفرین. خودت نگه داشتی یا مامانم برام نگه داشته؟ بله. که توی چمنزاری داره تاپ بازی میکنه. تو اون شرایط یه چمنزار رو تاپ بازی به نظرم خیلی خلاقیت میخواد کشیدنش. خب بعد این میادش تبدیل میشه به یک کاری که تو الان داری انجام میدی، من میدونم حدوداً. بله. کیوریتوری و آرت دیلری. بله. دوست دارم میخوره در مورد این صحبت بکنیم. این اصلا چی هست؟ چه مشخصاتی داره؟ چرا جذب این کار شدی؟ این مسیر این شکلی شکل نگرفته. این مسیر خیلی مسیر طولانی تری بوده. واقعیتش اینه که من فکر میکنم خانوم ها در فضای هنر هنوز جزو اقلیت هستن. شاید من این حرف رو بزنم مثلا برای خیلی ها ناخوشایند بشه، بگن نه ما این همه گالری دار خانوم داریم، نمیدونم ما این همه آرتیست خانوم داریم. اما اگر ما رنج در واقع سنی هنرمندای خانوممون رو با آقایون یعنی مقایسه بکنیم، ما در فضاهای سنی و دهه‌های سنی باگ آرتیست خانوم داریم. یعنی یهو ما می‌بینیم که وقتی وارد مثلا رده سنی 50 میشیم تا 60 تعداد خانم‌های ما که سابقه دارن و کار کردن کم میشن. وقتی میایم 60 تا 70 کمتر میشن.
پس نشون میده ما هنوز اقلیت هستیم، یعنی در جامعه هنری خانم ها هنوز جزو اقلیت ها هستن. مسیر در واقع علاقه‌مندی من به هنر خیلی چالش داشته و در این مسیر من با چیزهایی مواجه شدم که اونها بعدها خیلی به من کمک کردن. دوست دارم مسیره رو با هم دیگه بشنویم. مثلا این که من دلم می‌خواست برم هنرستان درس بخونم. من متولد 59 هستم. در دوره‌ای که من می‌خواستم وارد هنرستان بشم، هنرستان فضای مناسبی برای دخترها از طرف خانواده‌ها شناخته نمی‌شد و پدر من خب مهندسی خونده بود، خودش آدمی بود که تحصیلات عالیه داشت و فکر می‌کرد که خب چرا باید بچه درس خونه باهوش من بره هنرستان که جای حالا در شأن خانواده ما نیست. یعنی اینطور بود که فضا از طرف خانواده‌های به نظر شأن و منزلتی نداشت و فکر می‌کردن بچه‌هایی که از همه جا مونده و رونده شدن بعد برن مثلا هنرستان درس بخونن و پدرم خیلی مخالف بود. خب الان اون موقع تو مهارت‌ها رو داشتی از خودت نشون میدادی؟ من خیلی علاقه‌مند بودم به نقاشی و یادمه که مادر من خیلی خانم روشنفکر و بازی بودن. مادر بزرگم هم این شکلی بودن. مادر من همیشه من میگفت دنبال آرزوات برو، اصلا فکر نکن که ما میخوایم تو این آرزوها رو دنبال بکنی یا نه. و من وقتی بهش گفتم من خیلی دوست دارم که هنر بخونم، ما اون موقع من میدون آرژانتین زندگی میکردیم، خیابون الوند. مادر من خیلی گشت که برای من کلاس پیدا بکنه و اون زمان این شکلی نه مثل الان که شما خیلی راحت دسترسی به کلاس‌های آموزشی داشته باشین. توی ونک برای من کلاس پیدا کرد و من رفتم پیش آقای فرامرزی و اونجا کوچکترین شاگردش بودم و خیلی با اشتیاق میرفتم. مادرم بعد از مثلا مدرسه که معلم بود میومد منو میذاش کلاس، میرفتیم میومدیم. خیلی واقعا پروسه سختی بود. الان بهش فکر میکنم واقعا پروسه سختی بود و مادر من این وقت رو خالی میکرد، وقت برای من میذاشت. چند تا بچه این شما؟ ما 2 تا و این وقت رو برای من به خصوص میذاشت و من میرفتم کلاس و متاسفانه آقای فرامرزی هم مخالف هنرستان بود. ایشون میگفت اصلا برای هنر نیاز نیست شما حالا حتما به تحصیلات عالیه داشته باشی. اون موقع خیلی موافق در واقع هنرستان ایشون نبود. درس تو بخون در کنارش به تفریحت هم برس. بله دقیقاً. و بعدش من به مادرم گفتم من واقعا میخوام برم هنرستان، دلم میخواد که این رشته رو به صورت تخصصی ادامه بدم. متاسفانه اون موقع هنرستان نقاشی به ما خیلی دور بود، یه دونه بود و دور بود برای دختران، یه دونه فقط بود. من تصمیم گرفتم گرافیک بخونم. خوب. و رفتم هنرستان و ثبت نام کردم. امتحان ورودی داشت و که کنکوری داشت، کنکور هنر داشت و می‌خواستم برم هنرستان آزادگان. اون موقع رتبهش خیلی بالا بود و من دلم خواست حتما اونجا هم قبول شم و خب خیلی برای من هیجان داشت و ما هی داشتیم دورتر هم می‌شدیم از جایی که من میرفتم هنرستان، داشتیم از اون منطقه هم میرفتیم و مادرم هی به من میگفت فکر کن بهش، واقعا میخوای بری؟ گفتم آره. و پدرم هم مخالف و من و مادرم بدونیم که پدرم بدونه رفتیم و این امتحان رو دادیم. مادرم گفت حالا امتحان رو بده، اصلا شاید قبولم نشدی، حالا لزومی نداره بگیم. و امتحان رو دادم و قبولم شدم. قبول شدم، گفتم حالا که قبول شدم باید چی کار بکنیم؟ مامانم گفت حالا میری اشکال نه، یه جور درستش میکنیم. و تقریبا میشه گفت من 1 سال هنرستان میرفتم و پدرم فکر میکرد که من دارم میرم و دارم تجربی میخونم و اما با یه دسیسه‌ای بالاخره من تونستم وارد هنرستان بشم. من جالبه برام آدمایی که خیلی هم کم پیش اومده تو اطرافیان و کسایی هم که اینجا نشستن تو اون سن بدونن چه مسیری رو میخوام پیش برم. دقیقاً. حداقل ماها که اینجوری نبودیم، همیشه باید میرفتی ریاضی و بهترین رشته و واقعا هم نمیدونستی چرا داری اینو میخونی. بله. جالبه که تو دوست داشتی بری. من واقعا الان یه وقتایی که میبینم مثلا بچه‌هایی که جوون هستن میگه حالا دارم یه چیزی میخونم میرم دانشگاه، حالا الان مثلا 4 سال دانشگاه یه رشته میخونم دوستش ندارم میخوام یه کار دیگه بکنم، من خیلی تعجب میکنم چون من هیچ وقت مسیر رو طی نکردم. من واقعا از روز اول میدونستم که میخوام هنر بخونم. مثلا کار درستی کردی خودت؟ بسیار کار درستی کردم، بسیار کار درستی کردم. مسیر به چه سمتی پیش رفت بعدش؟ من رفتم هنرستان و من خیلی آدم خوششانس و خوشبختی بودم که در هنرستان واقعا معلم‌هایی رو داشتم که الان جزو آرتیستای درجه‌ای که مملکت هستن
مثلا یکی از معلمای من خانم ژیلا کامیاب بودن که ایشون یکی از هنرمندای واقعا درجه یک ما هستن. اون موقع ایشون معلم بودن و وقت و انرژیشون رو میذاشتن که برای ما بهترین مسیر رو هموار بکنن و به نظر من آدم‌های فداکار این چنینی امروز خیلی کم شدن. اون زمان هم ایشون میتونست نقاشی بکنه، اصلا نیاز مالی نداشت، نیاز نداشت که معلم هنرستان بشه و چقدر برای ما زحمت میکشیدن، ما چقدر شیطنت میکردیم. میدونی الان که نگاه میکنم میبینم چقدر اونا به سختی چه چیزای مهمی رو به ما میگفتن و ما میخواستیم ازش در بریم و شیطنت میکردیم. هنرستان خیلی فضای خوبی بود چون تخصصی ما روی همه در واقع مباحث درسی خیلی تخصصی حرفه با ما کار می‌شد، که من وقتی وارد دانشگاه شدم واقعا خیلی چیزا رو بلد بودم، یعنی اصلا نیاز نداشتم بهشون. مبانی مثلا هنرهای تجسمی رو شما تو هنرستان به صورت خیلی حرفه‌ای ما یاد می‌گرفتیم، یا مثلا عکاسی رو ما واقعا بسیار حرفه‌ای یاد می‌گرفتیم. تاریخ هنر رو خیلی طبقه بندی شده تر به ما آموزش میدادن. خیلی این دوره خوبی بود. تنها بدشانسی که من آوردم، من خوردم به نظام جدید دانشگاه، در واقع نظام جدید آموزش، و این باعث شد که روند دانشگاه رفتن من خود پیچیده بشه. حالا بعد الان اعتراف بکنم که من در روند دانشگاه رفتم و بعد ادامه تحصیل خلاف انجام دادم. اونم که الان نبرنم برام بعدا شر نشه، نمی‌کنم خیلی برای کسی مهم باشه. ولی واقعیت اینه که وقتی که من هنرستان بودم، وقتی داشتیم دیپلم میگرفتیم ما پیش دانشگاهی نداشتیم، برای ما هنوز پیش دانشگاهی طراحی نشده. به ما گفتن شما باید برین امتحان فوق دیپلم بدید. بعد منم خیلی آدم جاه طلبی بودم، فکر می‌کردم فوق دیپلم من برای چی من فوق دیپلم بخونم؟ و میگفتن نه، یا میتونین برین فوق دیپلم یا میتونین صبر کنین تا یه روزی پیش دانشگاهی رو ما برای هنرستانی‌ها طراحی بکنیم و کتاباش بیاد و بتونیم نظام جدید رو مثلا پیش ببریم. من دیدم نه، من نمیتونم صبر کنم و اینها. کنکور دادم، موقع دانشگاه آزاد رفتم فوق دیپلم گرافیک خوندم. حالا کجا؟ تهران جنوب، توی بچهای مهندسی. اصلا اون هم خیلی داستان پیچیده و جالبی بود و خیلی زود فارغ التحصیل شدم. یعنی اینقدر واحد میگرفتم که اصلا یه گروه به من گفت خانم درس شما تمام میشه، ما هنوز آمادگیشو نداریم، شما سری اولی. و من مثلا فارغ التحصیل شدم. بعد دیدم که هنوز پیش دانشگاهی نیومده. به مادرم خیلی اصرار کردم که من نمیدونم چی کار بکنم، من نمیتونم ادامه فوق دیپلم هم نیومده. یعنی این شکل نبود که شما فوق دیپلم بتونی بری لیسانس ادامه بدی. خیلی باگ زمانی عجیبی بود و نظام آموزش داشت خیلی تغییر میکرد و حتی تو دانشگاه، توی مدرسه شما همه نمیدونستن، سردرگم بودن. یهو زد پیش دانشگاهی هنر اومد. من رفتم گفتم که من میخوام برگردم پیش دانشگاهی بخونم که بتونم لیسانس شرکت بکنم. گفتن نمیشه که شما از مقطع بالا بیای مقطع پایین تحصیل بکنی. من گفتم که جایی به شما این دستور رو دادن؟ گفتن نه. گفتم من میخوام پیش دانشگاهی بخونم و من از این استفاده کردم و اینجا من یه خلافی کردم، چون شما از مقطع بالا نمیتونید برگردید به مقطع پایین. قانونیه، نمیشه شما این کارو بکنید. من این کارو انجام دادم و اون موقع دوباره برگشتم هنرستان و دوباره پیش دانشگاهی خوندم و بعد لیسانس نقاشی. کجا؟ سوره. لیسانس نقاشی سوره قبول شدم و خب خیلی دانشگاهم رو دوست داشتم. ما در دوره بسیار طلایی دانشگاه سوره وارد شدیم. اون موقع آقای خسرو خسروی رئیس گروه شده بود. یه تحولات عظیمی رو توی دانشگاه در واقع برای ما رقم زد. خیلی از اساتید و حالا متاسفانه اون زمان از دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران بیرون کرده بودن و این اساتید خیلی اساتید واقعا بزرگی بودن. خیلی هاشون رو آقای خسروی دعوت کرد که بیان سوره و سوره واقعا اون زمان میتونم بگم یک مجموعه درخشانی از اساتید رو در خودش جا داد و واقعا تک تک اونا تو زندگی من تأثیر گذاشتن. من از همه‌شون ممنونم. هر کدومشون به من یه چیز یاد دادن و من فکر میکنم دانشگاه جایی نبود که من فقط برم توش هنر آموزش ببینم. در زمینه هنر جایی بود که من توش درست نگاه کردن، درست گوش کردن، درست خوندن، درست دیدن رو توش یاد گرفتم و من این شانس رو داشتم، چون در واقع افرادی که اونجا بودن مثل آقای دکتر بهنام کامرانی، ایشون واقعا به ما درست دیدن رو آموزش میداد.
آقای حافظ میرافتابی، من یادمه که ایشون برای ما فیلم میذاشت و به ما میگفت فیلم خوب چیه. این خیلی جالب بود. و آقای جودی، ایشون به ما طراحی یاد میداد ولی ما رو مجبور میکرد که با باخ اتود بزنیم و ما واقعا کش و قوس میومدیم، میگفتیم ما اصلا داریم دیوونه میشیم، تو رو خدا یه موزیک دیگه بزنیم. میگفت نه، شما ریتمتون رو با این هماهنگ کنین، شما عادت میکنین. و واقعا وقتی که سال آخر بود ما دیگه جز موسیقی خوب نمیتونستیم گوش بدیم، یعنی واقعا ما رو تربیت کردن. میدونین این خیلی اتفاق بزرگی بود برای من و من شانس بزرگی آوردم. چه سالی بود اون سال؟ من ورودی فکر میکنم 78 بودم اگه اشتباه نکنم زمان رو و تاریخ رو. کلا اون دوره دهه 70 خب واقعا دهه خاصی بود. خیلی اتفاقای مثبتی افتاده بود. خیلی. و در دانشگاهی که سوره داشت شکلش عوض میشد، سوره دانشگاه سختی بود، ما باید حتما گزینش میشدیم. من یادمه یه بار من گوشی موبایلم آنتن نمیداد، با 2 گوشی موبایل، یکی مال یکی از دوستام یکی مال خودم، وایساده بودم وسط حیاط دانشگاه، سعی می‌کردم با خونه تماس بگیرم. حراست دانشگاه منو خواست که شما دارین جلب توجه می‌کنین، یعنی ما داریم از دوره‌ای صحبت می‌کنیم که با 2 گوشی تلفن وایسادن وسط حیاط دانشگاه چیز عجیبی بود و هنوز مثلا ورودی خروجی‌های دختر پسرها خیلی جدا بود، خیلی سختگیری میشد. ولی سوره دانشگاهی بود که خیلی پوست انداخت، خیلی رشد کرد، خیلی به واسطه آدم‌هایی که برای زحمت کشیدن تلاش شد که فضاش تغییر بکنه. میدونین این خیلی ارزنده بود. واقعا آدم‌های ایستادن و مقاومت کردن و تلاش کردن فضای خوب رو برای بچه‌ها فراهم بکنن. این خوب دیدن و خوب شنیدن و خوب توجه کردن به نظر چقدر نقش داشت در آینده کاری و هنریت؟ خیلی زیاد. چجوری اینو انتقال میدی به نسل جوان؟ خیلی وقتا هنرمندا یا دوستانی که در زمینه هنر کار میکنن فکر میکنن که هنرمند بودن اینه که شما فقط اثر خلق بکنی. به نظر من اصلا این شکلی نیست. هنرمند بودن اول نیاز داره که شما یک خوراکی رو تهیه بکنی و به خودت، به مغزت، به قلبت، به چشمت بدی، اون در بدن ته‌نشین بشه، در جانت بشینه و بعد بتونی اثری رو خلق بکنی. من همیشه به هنرمندای جوونی که میان و میخوان نمایشگاه بذارن، مثلا نمایشگاه میذارن، نمایشگاه اولشون رو میذارن، بعد میگه خب سال دیگه هم دوباره نمایشگاه بذارم. میگم سال دیگه میخوای چه چیز رو خلق بکنی؟ مگه چقدر زمان گذشته؟ چه چیز رو دریافت کردی که بخوای ازش چیزی رو خلق بکنی؟ خب واقعیت اینه که به نظر من ما باید اول دریافت‌های درستی داشته باشیم که بتونیم خروجی درستی داشته باشیم و این خیلی مهمه که ما به نسل حالا بعد خودمون یا جدید این رو انتقال بدیم که ما اول باید دریافت‌های درستی داشته باشیم. ما اول گیرنده هامون باید قوی باشه، درست ببینیم. تفاوت یک هنرمند با یک آدم معمولی اینه که ما دقیقاً چیزهای ساده و پیش پا افتاده زندگی رو بهش بیشتر دقت میکنیم و تو چیزهای جالبی رو میبینیم. ما دنبال چیزهای عجیب نیستیم. امکان داره شما یه گلدون گل رو ببینیم، هر روز داری میبینی، منم همون گلدون گل رو میبینم، اما من یهو با یه نگاه متفاوتی اون رو به شما دوباره برمیگردونم در اثر هنریم. این خیلی مهمه. ولی اگر قرار باشه فقط صرفا بخوایم یه اثری رو خلق بکنیم، بیشتر ما تبدیل به تکنسین میشیم. از نظر تکنیکی امکان داره خیلی رشد بکنیم، اما از نظر خلاقه دیگه هنرمند نیستیم. اصلا خلاقیت همین جستجوگریه. اونم بله. جستجوگری وقتی که تو بدونی چی رو ببینی، چجوری اون رو ببینی، اونم تو دنیای الان خیلی کار سختیه. بله. وقتی که محتوا خیلی راحت در دسترسته، اکثر محتواها چیزی رو به تو اضافه نمی‌کنم و تو کار سختری داری که بگردی دنبال یک محتوای خوب. به نظر من اگه کسی دنبال محتوای خوب هم نباشه اصلا رشدی براش اتفاق نمیفته. حالا تو هر زمینه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، تو دیدی پس به نظر خودت بهتره، یاد گرفتی چجوری ببینی و این مسیر آینده تو رو شکل داد. بله. خب این آینده چجوری بود؟ این آینده خیلی فراز و نشیب داشت، برای اینکه زمانی که من فوق دیپلمم رو شرکت کردم تا جوابش بیاد، پدر من به من گفت برو سر کار. کجا؟ کمکم کرد. من یه شغلی گرفتم، کارم این بود که من نقشه کشی صنعتی میکردم. خب باز چیز جالبیه. نه خیلی جالب نبود، خیلی صنعتی بود و من مجبور بودم که و جای منو گذاشت سر کار که خیلی از آدم‌هایی که حالا با رده‌بندی زیاد
زیر دست پدرم میشدن. حالا اون زیر دستا شده بودن مدیر من و خیلی به من قلدری میکردن و من هرچی ارث داشتن سر تو دقیقاً. و من یه حالا بچه نمیگم لوس ولی یه دختر نازپرورده‌ای بودم که صبح زود بعد از خواب پا میشد. حالا یه تم هنری هم داشت، باید میرفت یه جایی خیلی جدی کارت ساعت میزد و مثلا کار میکرد، جواب پس میداد. اگر که میخواست، حالا هنوز دانشگاه جوابش نیومده بود فوق دیپلم من، و اگر هم مثلا 5 دقیقه میخواست زودتر بره یا دیرتر میرسید باید مثلا توبیخ هم میشد. و من هر شب میومدم مثلا خونه، پدرم که میومد از سر کار که اصل میومدم، پدرم تا شب میومد، ما هر شب دعوا بود که من گفتم من نمیرم سر کار. پدرم گفت خود میدونی، من که هزینه‌هاتو نمیدم، خودت میدونی میخوای چی کار کنی، رنگ و وسایل و این چیزایی هم که میخوای بخری هم خودت میدونی. خب و من میگفتم که چرا با من این کارو میکنه و هر روز این ماجرا رو ما داشتیم. خب اونجا پدرم بزرگترین لطفه که میشد در حق من بکنه رو کرد. چی بهت یاد داد؟ بهم نظم رو یاد داد، بهم انضباط و توی یک سیستم و توی یک سازمان کار کردن رو یاد داد و بهم یاد داد که اگر میخوای هر چیزی رو به دست بیاری باید خودت تلاش کنی، باید بتونی دیالوگی که میخوای برقرار بکنی، حالا مدیرته، کارگره، چون ما با بخش کارگرهای ختم کار میکردیم. یه بخشی بود که حالا در خودروسازی بود و کسایی بودن سرکارگر بودن، کارگر بودن و اینها در واقع کار میکردن. من بخشی بودم که باید میرفتم قطعات رو از اونها تحویل میگرفتم و اینا رو نقشه کشی رو انجام میدادم و اونا من دست مینداختن، خیلی وقتا خیلی اذیتم میکردن. مثلا یه ارتفاعی رو من برمی رفتم بالا، مثلا اون ارتفاع رفتن سخت بود، اونا وای میسن پایین به من میخندیدن. مثلا یه قطعه بود سنگین بود، میگفتم مثلا اینو میشه بیارین دفتر، گفتن نه ما نمیتونیم بیاریم دفتر، خودتون ببرین. خب و این کارا رو بابا اونجا داشت کار میکرد، یعنی بله بابا من مدیر عالی رتبه بود اونجا. و این جوری بود که پدرم میگفتش که گفته اون آدم هد توئه، مثلا به من ارتباط نه، اینجا خونه است، اصلا چرا داری به من اینا رو میگی؟ اصلا من فهمیدم درد و دل تو گوش بدم. و این خیلی برای من کشنده بود. یعنی طوری بود که مثلا تو اون مقطع من فهم کردم که من چقدر پدر بدی دارم و اصلا درک نمی‌کردم، اصلا درک نمی‌کردم. بعد من دانشگاه قبول شدم و حالا من بعد پارت تایم میرفتم و ماجراهای مرخصی گرفتن و اینکه هی من بعد میرفتم گردنم کج می‌کردم و تو رو خدا به من این وقتو بدین و من اصلا فرصت این که توی دانشگاه مثلا وقتی رو با بچه‌ها خیلی بگذرونم، خیلی برای دانشگاه تفریحی بکنم. خب بچه‌های هنر همیشه خیلی دنیای قشنگی دارن و با هم میرن بیرون و نمیدونم کیف میکنن و دانشگاه حالا مثلا یه وقتایی هم خوش میگذرن. من اینها رو نداشتم واقعا. من به جاش مسئولیت پذیری یاد گرفتم، زمان بندی رو یاد گرفتم، دیسیپلین کاری رو یاد گرفتم، دیالوگ کردن با آدم‌های خیلی از خودم بزرگتر، مقامدار، اینها رو یاد گرفتم. آدم‌هایی که حالا امکان داشت از نظر من آدم‌هایی باشن که مثلا چرا من با این آدم دیالوگ بکنم، ولی یاد گرفتم اون آدم هم در پوزیشن خودش آدم مهمیه، یک سرکارگر بسیار آدم مهمیه، تاثیرگذار، احترام رو یاد گرفتم. همه اینها باعث شد که بعداً این خیلی بتونه به من کمک بکنه. دقیقاً. اصلا من وقتی که تصور میکنم اگر بخوام یکی رو کیوریتور در نظر بگیریم، احتمالاً مزیتی که نسبت به هنرمند داره اینه که میتونه ارتباط برقرار کنه. بله. اینکه میتونه آدم‌های مختلف رو به هم وصل بکنه از طرق مختلف. یه جور تسهیل کننده است. یعنی شما تسهیل کننده میشی برای ارتباط بین هنرمند و گالری، حالا علاوه بر کارهای جالب دیگه‌ای که باید اصلا بکنی که اصلا مفهوم کیوریتوری بشه، شما تسهیل کننده میشی. و اتفاق دیگه‌ای که خیلی میفته این هستش که شما در واقع یک مدیریتی رو یاد میگیری که اون مدیریت خیلی به کارت میاد، چون میتونی زمان رو مدیریت بکنی. شما در نمایشگاه برگزار کردن زمان بندی خیلی امر مهمیه و هنرمندا یه مقدار زمان بندی رو بلد نیستن، چون زمان یه جورایی دشمن خلاقیت، علاوه بر اینکه میتونه موتورش روشن کنندش باشه ها. اصلا تو خلاقیت رو چی معنا میکنی؟ دوست دارم یه سری اینجوری سوال بپرسیم با هم دیگه پیش بریم که بعد چرا اصلا به سمت کیوریتوری رفتی؟ همین مسیر هنرمندی و نقاشی خودت ادامه میدونم دادی ولی به صورت تنهایی ادامه ندادی. خلاقیت چیه؟ خلاقیت واقعا چیز پیچیده ای نیست.
اولا که من خیلی اعتقاد بر این دارم که بعضی از آدم‌ها ذاتاً خلاقن، ولی خیلی از آدم‌ها خلاقیت رو یاد میگیرن. من ازم خلاقیت کاملاً قابل آموزش دادن و هنر همینطوریه. خیلی از آدم‌ها امکان داره ذاتی هنرمند باشن، یه استعدادهایی داشته باشن، ولی من اعتقاد دارم خیلی از آدم‌هایی که برای خلاقیت و برای هنرمند شدن آموزش می‌بینن، تلاش می‌کنن، پشت کار دارن، علاقه دارن، آدم‌های موفق‌ترین تا اونهایی که ذاتی این رو دارن. به دلیل اینکه شما در تلاش خیلی می‌خوای و در این خواستنه هی آموزش می‌بینی و به خودت اتکا نمی‌کنی، می‌دونی که نمی‌دونی و این باعث میشه که شما همیشه پذیرنده باشی، بخوای یاد بگیری، پیشرفت بکنی. ولی وقتی شما یه چیزهایی رو ذاتی داری و دیگران هم بهت میگن به 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 چقدر شما هنرمندی، بابا اصلا شما خودت ذاتا هنرمندی، شما یه اعتماد به نفس کاذبی امکان داره دوچارش بشی که به دلیل داشتن حالا اون استعداد ذاتی یا به فرض IQ روی EQ کار نکنی. و به نظر من داشتن EQ بالا خیلی بیشتر به شما کمک میکنه. یعنی خیلی میتونه مکمل خوبی باشه. IQ بالا خیلی چیز خوبیه، ولی با EQ پایین میتونه خرابش کنی. ولی اگر شما EQ بالایی داشته باشی، حتی اگر خیلی آدمی باشی که حالا IQ بالا نباشه یا استعداد عجیبی نداشته باشی، در طول زمان میتونی رشد بکنی. اتفاقا نکته خیلی مهمیه این مسئله، چون من هر وقت بهش فکر میکنم که اصلا هنرمند کیه. واقعا اگر بخوام یک تعریفی داشته باشیم، یک کسی که به صورت ذاتی یک استعدادی رو داره، حالا تو هر زمینه‌ای، و شروع میکنه به خلق کردن، یا یک کسی که آموزش میبینه به شکل درست خلق بکنه، یاد بگیره چجوری باید محتوا مصرف بکنه، جستجوگر باشه، آموزش ببینه و بعد به یک نقطه‌ای برسه. بعد از اون میرسم به این که خب اگر یک هنرمند یک اثری رو خلق بکنه، آیا این اثر اصلا باید برای عموم مورد قبول واقع بشه یا نه برای یک خواص باید مورد قبول واقع بشه؟ اصلا باید وارد بیزینس هنر بشه یا نباید بشه؟ من احساس میکنم که هنر چیزی نیست که عمومی نباشه. اگر بخواد یک نفر ذاتی هنرمند باشه، ممکنه یک چیزی رو خلق بکنه که خیلی هم خودش دوست داشته باشه یا توی یک جامعه خاصی مورد اقبال قرار بگیره، ولی احتمالا یادگیری، چون تو در مواجهه با اون جامعه پیرامونت قرار میگیری و یاد میگیری، تو رو یک هنرمند حداقل توی جامعه بیزینسی هم موفق‌تر ممکنه که بار بیاره. ولی دوست دارم خب نظر تو رو خیلی بشنوم. خیلی این بحث مفصلیه. وقتی میگیم هنرمند کیست و آیا هنرمند مثلا باید بره حتما آموزش ببینه، حتما باید تحصیلات آکادمیک داشته باشه یا نه، این یه بحثیه که بعضیا خیلی موافقشن، بعضیا خیلی مخالفشن، اما من میگم همش درسته. یعنی چی؟ ما هنرمندی داریم که بهش میگیم هنرمند خودآموخته. ما حتی الان طوریه که تقریبا مثل انجمن هنرمندان خودآموخته داریم. یعنی آدم‌هایی هستن که اصلا سعی می‌کنن هنرمندان خودآموخته رو پیدا بکنن، استعداداشون رو و بتونن حمایتشون بکنن. پس هنرمند به صورت خودآموخته وجود داره و ارزش داره و باید در مارکت هنر مطرح بشه، نمایش داده بشه و اون هم تو اون دسته‌بندی هنر فاخر قرار بگیره. البته خودآموخته اینجا الان تو سال 2025 خیلی معناش متفاوته با قدیم. الان خیلی تو میتونی بشینی خودت رو آموزش بدی از بله، ولی ما الان هنرمندان خودآموخته‌ای که خیلی بیشتر هم روشون فوکوسیم، هنرمندایی که تقریبا 60-70 سالشونه. یعنی اون چیزی که ما امروز داریم الان مطرحش میکنیم در دسترسشون نبوده. اصلا بعضا خیلی‌هاشون در روستا زندگی میکردن یا مناطق دور افتاده بودن. یکی این گروه هستن که در واقع این گروه آدم‌های خلاقی هستن که این خلاقیت توشون شکل گرفته، یک نگاه متفاوت به زندگی داشتن. اون بخش خلاقیت که میگیم مفهومش چیه؟ این هستش که تو نگاه متفاوتی داشته باشی، بعد حالا این نگاه متفاوت رو بتونی تبدیل بکنی به اثری که برای دیگران هم قابل دیدن و قابل درک کردن باشه. بعضی وقتا خیلی از آدم خلاقی ان اما نمیتونن به سرانجام برسن. این ایده های خوبی دارن، ایده پردازای خوبی هستن، خب اما امکان خروجی خاصی هم نداشته باشن. به هر حال هنرمند کسیه که ما داریم اثرش رو هم میبینیم، یعنی اون ایده اجرا به مرحله اجرا رسیده. درسته؟ خیلی از اینا خودآموختن که حالا به اون مفهوم واقعی خودآموختگی منظورمه.
یه عده‌ای هم هستن که میرن تحصیلات آکادمیک میکنن. خروجی که از در واقع تحصیلات آکادمیک داریم صرفا همه هنرمند نمیشن ازش. خیلی ها پژوهشگر میشن، خیلی ها میرن اصلا در حوزه مارکتینگ کار میکنن توی هنر، خیلی ها مثلا میرن گالری دار میشن. ببین ما به این بخشا احتیاج داریم. ما متاسفانه بخش پژوهشمون دچار فقره. ما الان در حوزه هنر و هنرهای تجسمی خیلی در حیطه پژوهش واقعا غنی نیستیم. دلیلش هم اینه که بخش پژوهشی ما ساپورت نمیشه، حمایت نمیشه. یعنی اینطوریه که به فرض من میخوام یک کتابی رو چاپ بکنم، میرم به 2-3 نفر از کسایی که تحصیلات آکادمیک دارن و پژوهشگرن میرم سفارش میدم، مطلب سفارشی به اونها سفارش میدم و اون پژوهشگر خودش خیلی رغبت نمیکنه بیاد و کار پژوهشی انجام بده و اگه بپرسی چرا، چون نمیتونه ازش درآمدزایی کنه. خب کتاب مینویسه نمیتونه چاپش کنه، میره چاپش میکنه، مگه چقدر براش درآمد داره از اون نشری که حالا اتفاق میفته؟ مگه مخاطبش چقدر هستن؟ خب بچهای دانشگاه، دانشجوها هستن، اگه بگیرن، اگه بخونن، اگه استادی توصیه بکنه، اگه خود اون آدم استاد دانشگاه باشه اصلا بتونه اون کتاب رو پرزنت بکنه. متاسفانه اینجا اون جاییه که دولت باید باشه. خب جایی است که مثلا جاهایی مثل موزه هنرهای معاصر، جاهایی مثل فرهنگ سراها، مثل خانه هنرمندان، جاهایی که حالا ما خیلیاشو میگیم خصوصیه ولی خصوصی نیستن، باید وارد بشن و بشن متولی این امر. خب بگن آقا ما بودجه به شما میدیم، شما بیاین این کار رو انجام بدید. خب بیاین پژوهش دارین ارائه بدین، ما حمایتتون میکنیم. اون پژوهش اصلا ما از شما میخریم. شما وای نسته که حالا چقدر از این کتاب فروش بره، ما اینو از شما میخریم، شما بیا پژوهش بکن. ما این رو نداریم. ما هنوز هم متاسفانه خیلی روش تاکید میکنم، وقتی داریم مثلا یه تحقیق انجام میدیم میریم منابع خارجی که راجع به هنر ایران نوشتن رو ازش استفاده میکنیم و این دردناکه، خیلی دردناکه. من این بخش رو خیلی روش تاکید میکنم که باید روش کار شه. پژوهش. خیلی از در واقع هنرجوها یا کسایی که فارغ التحصیل از دانشگاه میشن باید در این حوزه جذب بشن، نه اینکه دفع بشن، نه اینکه وقتی واردش میشن ازش گریزان بشن و برن و مجبورشن شغل دوم پیدا بکنن و اون شغل دوم مرتبط نیست. من خیلی اصرار دارم که توی دانشگاه ما اگر داریم در واقع رشته‌های هنری رو میذاریم، که الان دیدم دانشگاه تهران یه قدمی برداشته و داره در واقع مدرسه کیوریتوری برگزار میکنه، اصلا اینو به عنوان یک رشته بیاریم. چرا این بعد مثلا به عنوان دوره کوتاه باشه؟ ما متاسفانه هنرمندها خودشون باید کار خودشون رو پرزنت بکنن، کار خودشون رو نمایشگاه بذارن، کار خودشون رو بفروشن، خودشون ارتباط برقرار بکنن. این کار هنرمند نیست. هنرمند باید بشینه تو آتلیه‌اش، توی کارگاهش اثرش رو خلق بکنه و مدیر برنامه داشته باشه. مدیر برنامهش باید در واقع با گالری در ارتباط باشه، باید یک دیلر حرفه‌ای داشته باشه، دیلرش باید خرید فروشش رو انجام بده. خب یک گروه باید پشتش باشه. ما این رو نداریم و اینجوری میشه که یک نفر مثلا خودش هنرمنده، خودش کیوریتوره، خودش دیلره و همه اینا رو انجام میده و قطعا همه رو نمیتونه پرفکت انجام بده، دقیق انجام بده و در سطح عالی انجام بده. به نظر تو اگر که ما هنر رو به سمت بیزینس نبریم، آیا اصلا ممکنه که ادامه بده؟ اصلا بقای هنر با بیزنس گره خورده. یعنی بقاش در اینه که واقعا به عنوان یک فضای بکر اقتصادی ببینیمش. خوشبختانه فضای هنر ما فضایی است که دولت ازش خارجه. هنوز میتونیم بگیم یک بخش تقریبا دست نخورده خصوصی است و دولتی نیست. با اینکه ما حامیان هنرمون 2 دسته هستن. حامیان هنر ما یه بخش خصوصی هن، یه بخش دولتی هن. اما بخش اقتصادی هنر هنوز دولت نتونسته بهش ورود پیدا بکنه. نتونسته یا نخواست. شاید از دیدش دور مونده و انقدر براش با ارزش نبوده. شاید خیلی درکش نکرده، چون اگه درک میکرد حتما بهش ورود پیدا میکرد.
مثل خیلی از کشورهای دیگه که ما میبینیم بینال برگزار میکنن، خیلی از کشورهای دیگه که ما میبینیم آرت فرهایی دارن که بخشیش در واقع متولیش دولت، سرمایه رو دولت میده به بخش خصوصی واگذار میکنه. اگر که در واقع دولت میدونست که چقدر این میتونه براش یک وجهه فرهنگی بین المللی داشته باشه، چقدر میتونه این کمک بکنه که حتی گردش اقتصادی داشته باشه، حتی جذب توریست داشته باشه، حتما بهش ورود میکرد. به نظر من ارزشش رو هنوز متوجه نشده. اتفاقا در مورد بینال گفتیم، من فکر کنم شارژ بینالش 2-3 ماه دیگه هستش، بودن 200 تا هنرمندم شرکت میکنم. ما اصلا هنرمندی داریم که تو اینجور بینال شرکت بکنه؟ یعنی ما در واقع آرت فرهایی مثل آرت فر ابوظبی یا آرت فر مثلا دبی، بله ایران میتونیم بگیم که جزو کشورهایی بوده که در منطقه جزو اولین کشورهایی بوده که هم آرت دبی رو شرکت کرده، هم در واقع ابوظبی رو شرکت کرده و هنرمندای ایرانی در واقع منطقه منا خیلی شناخته شده هستن. مهم هستیم برای اینقدر مهم هستیم که ما به تازگی آرت فر مسکو رو که رفتیم که یه آرت فر خصوصی بود نه دولتی، قبل از اینکه بریم که گالری آرت بیشن در واقع شرکت کرده بود از طرف ایران، یک لیست بلند بالا از طرف آرت فر بهشون داده بودن، هنرمندایی بودن که در آرت فر ابوظبی و آرت فر آرت دبی بودن و گفته بودن که ما این هنرمندا رو بسیار میخوایم که باشن. یعنی انقدر ما شناخته شده هستیم که اونها دنبال این بودن که با اومدن اون هنرمندا واسه آرت فر یک اعتباری کسب بکنن و این خیلی مهمه. و ما میبینیم که فروشمون هم حتی در خارج از ایران در خانه‌های آکشن خروجی خیلی خوبی داره. چه جوریه؟ مثلا میتونم بگم که آقای حالا زنده یاد بعد بگیم بهمن محسس یکی از هنرمنداییه که در آکشن های بین المللی همیشه رکورد خیلی بالایی داره. آقای تناولی ایشون جزو هنرمندای بین المللی ما هستن. ما ایشون یکی از بالاترین پیس های هنری رو در موزه های جهان دارن. ما خیلی از این لحاظ میتونیم به خودمون افتخار بکنیم. ولی خب اینا یه مقدار قدیمی هن. من خیلی دوست دارم بدونم که ما نسل جدیدمون یا موج جدید هنرمون اصلا شناخته میشه توی کشور همسایه؟ بله شناخته میشن. آقای شهریار احمدی مثلا در امارات بسیار شناخته شده هستن. آقای بزرگی، خیلی محمد بزرگی شناخته شده هستن. ما هنرمندای جوان شناخته شده خیلی داریم، اما مسئله این هستش که متاسفانه اقتصاد خیلی میتونه بازدارنده باشه در اینکه گالری ها بتونن راحت یا هنرمندا راحت بتونن در این اتفاقها و رویدادها شرکت بکنن. یکی بحث اقتصاده، یکی بحث تحریمه. شما فرض رو بر این بگیرین که یک هنرمند الان در یک بینال شرکت میکنه و کارش هم در اون بینال فروش میره، حالا باید چطور پولش رو بگیره؟ اون که خیلی راهکار واسه زیاده. خب راهکارهای غیر قانونی داریم راجع بهش صحبت میکنیم دیگه. من دارم راجع به قانونش صحبت میکنم. خب یعنی حتی اون کشور براش مسئله است که من دارم با یک هنرمند ایرانی الان کار میکنم، برای من مسئله نشه. من اگر به حساب یک ایرانی پول واریز بکنم برای من مسئله نشه. حالا فرض کنیم اینو حلش میکنیم، مثلا ما خواستیم کمکتون، ولی میخوام بدونم واقعا جامعه هنری ما با توجه به اینکه هنر یک چیز جهانیه، بله، تو میتونی با هر آرتیستی از هر کجای دنیا ارتباط برقرار کنی و اثرش رو دوست داشته باشی. برای یک زبان جهانی. دقیقاً. خب این بازار میتونه یه بازار خیلی خوبی براشون باشه که اگر تو ایران حتی نتونن پول خوبی بابتش بگیرن یا فروش خوبی داشته باشه به خاطر شرایط اقتصادی، این رو ببرن از ایران بیرون. بله. کالایی هم هست که خیلی راحت میشه انتقالش داد. بله. آیا داره این اتفاق میفته؟ نمیفته؟ اگر نمیفته چرا نمیفته؟ حالا به جز تحریم ها دلایل دیگه هست؟ آیا اصلا هنرمندان ما خودشون توان این رو ندارن که وارد بشن؟ مدیر برنامه‌ای ندارن که بخواد وارد بشه این کار رو پیگیری بکنه؟ راهکاری وجود داره که این رو از نظر بیزینسی بهترش کنه؟ ببینید شرایط تو این چند سال بدتر شده، بهتر نشده که بدتر شده و من فکر می‌کنم که این خیلی عجیبه. با اینکه دانش ما بیشتر شده، چطور ما مثلا کسایی که متولی هستن در حوزه تجسمی متوجه این نشدن که این نیاز هست
شما الان اگه بخواید یک اثری رو خارج بکنید از کشور، یه اثر یه هنرمند معاصر، اینقدر پیچیده است، اینقدر بعد از جاهای مختلف شما مجوز بگیرین، خب، و امکان داره اصلا یه برخورد سلیقه‌ای هم بشه، یه جایی بگن اصلا این کار نه، مثلا از نظر ما نباید بره. خب این یک پیچیدگی داره. خروج اثر خودش یک مبحثه. حالا الان میخواین خارجش بکنین، فرض رو بر این بذارین که با اتفاقایی که میفته یه روز پرواز، مثلا این پرواز تحریم نمیاد بشینه، چون شما خیلی وقتا هوایی در واقع آثار رو جابجا میکنید. خب پروازا نیست، مثلا یه پروازی رو شما ندارید و نمیتونید به فرض این اثر رو بفرستید به اروپا. خب این یه مسئله دیگه است. هزینه هاست. ما داریم در واقع تومن در میاریم، داریم دلار خرج میکنیم. خب یک هنرمند با خودش میگه خب اثر من قیمت گذاری کردیم، این عدد اثر من است، خب، و قرار من انقدر این رو بفروشم و عددی که قراره به عنوان کمیسیون من دریافت بکنم انقدر. خب اصلا عدد توجیهی نداره، میدونین؟ خب اینم باز یک مشکله. شاید ما اینو نمیتونیم خوب اطلاع رسانی بکنیم، یعنی در نمایش قرارش نمیدیم که دیگران خیلی ببیننش. اینجوری نیست که ما یه مارکتینگ که خیلی ضعیف تو هنر داریم. متاسفانه نوع گالری داری ما در ایران، با احترامی که من به همه گالری دارا میذارم، چون میدونم چقدر چالش‌های سختی رو دارن این روزا میگذرونن، چون الان هنر بهش مالیات تعلق میگیره، گالری دارا دارن مالیات میدن، بعضا امکان داره ارزش افزوده هم بهش تعلق بگیره، حالا تو عددها و رقم‌ها، یا اگه با شرکتی کار بکنن، مثلا برای یک شرکت بزرگی کار بخرن، یعنی مسائل پیچیده داره و این مالیات ها به نظر من عادلانه نیست، یعنی کارشناسی نشده. برای اینکه وقتی شما یه اثر هنری رو میفروشین به عنوان گالری، تمام مبلغ فروش میاد تو حساب گالری و شما بعد حالا این رو پخش بکنید دیگه، به آرتیست بدید ولی مالیات به گردن شما میفته. خب و اون سرممیز بعضا برای این کار آموزش ندیده که اصلا این عدد همش به گالری تعلق نداشته، خب، و یه مقداریش برای گالری بوده، میگه این ورودی شما بوده، توی چرخش مالی شما اومده. خب این خیلی اولا به بازار ما ضربه میزنه، متزلزلش میکنه، برای اینکه پول جابجا کردن یهو آشفته میشه، بعضا حتی سر گالری‌ها و هنرمندا اینجوری کلاه میره، یعنی قراره یه پولی بیاد نمیتونن درست دریافتش بکنن چون میخوان تو چرخه خودشون نیاد و امکان داره یهو یه عددی اون خریدار بعد قولی کنه نده، بعد عهدی بشه و اینا هم نتونن پیگیری قانونی بکنن. خب من حالا میونه حرفت، ببین این سوالمو میخوام یه جور دیگه مطرح کنم. نه میخواستم اینو بگم که به اون برسم، میخواستم بگم که با تمام این سختی که گالری دارها دارن، با احترامی که من بهشون قائلم، اجاره های سنگینی که باید بدن، اینکه بعضا قبلا میتونستن گالری ها در محل مسکونی باشن، الان باید به عنوان یک محل تجاری شناخته بشن، یعنی با شهرداری هم الان درگیرن، خب با اماکن هم درگیر هستن، با تمام احترامی که براشون قائلم و سختی کاری که دارن که اصلا نباید اینا نادیده بگیریم. بعضی وقتا اصلا بعضیا ملک هایی رو گذاشتن گالری کردن که میتونن بکوبن بسازنش ازش پول در بیارن، ولی موندن که کار فرهنگی بکنن. اما دانش گالری دارای ما متاسفانه خیلی در زمینه بیزنس جهانی نیست. نه تنها جهانی، ببین وقتی که تو یک فضای فیزیکی داری که فقط هم قراره اون فضای فیزیکی رو با توجه به اون پاخوری که داره یک اثری رو نشون بدی، اولا خب ایجاد پاخوره تا یه حدی، حتی اگر موفق عمل بکنه از یه حدی بیشتر نمیشه. بله. پس تو هیچ فضای مجازی نداری که این بتونه اثر تو رو به دیگران نشون بده. اولا تو خود ایران من اعتقاد دارم یک بازاری که نیش مارکت هنر هست، شاید 99% بی‌اعتناست به این بازار، چون اون گالری دار یا اون کسی که آرتیسته نمیتونه اصلا توجه این رو جلب بکنه که من بخوام بیام، که اگر من نیام توی اون مدتی که داره اون گالری اثرها رو نمایش میده، چه راه دیگه‌ای دارم که ببینم؟ اصلا من چجوری باید بفهمم که این هنر ارزشمند هست یا نیست؟ کیه که اینو داره ارزشش رو میذاره؟ چجوری باید بهش اعتماد بکنم؟ حالا از این که بگذاریم تو خارج از ایران هم خب توریست که ما نداریم که بخواد بیادش توی یه گالری اثری رو ببینه. درسته. هیچ چیزی هم، هیچ درگاهی، هیچ پلتفرمی هم وجود نداره که تو بگی من این آثار رو دارم نمایش میدم، ببینید، شاید یه نفر از توش پیدا شد اثرش هم جالب باشه. اصلا وجود داره. اسم ببر. میتونم بگم که گالری آرت بیشن اولین پلتفرم مجازی هنر بود که راه افتاد.
حس خنده‌دار بهتون بگم، من خودم باشون بسیار زاویه داشتم. یادم یه روز خیلی شاکی رفتم توی دفترشون و اون موقع هم اصلا کسی که در واقع متولیش بود و راه انداخته بود و سرمایه‌شو گذاشته بود، خیلی آدم جوونی بود تو مارکت. بنده خدا هنوزم هستن بله، الان یه گالری بزرگ هستن و الان پلتفرم‌های دیگه‌ای هم دارن. آقای حسین محسنی، بزنین اسمشون هم بگم که آدمو بدونن این آدم چقدر زحمت کشید. روی بخش اقتصادم بسیار ایشون فعالیت کرد و کار پژوهشی انجام داده. یادمه که خیلی شاکی رفتم توی اتاقشون و در زدم و گفتم مدیرتون هستن؟ گفتم بله هستن و ایشون هم خیلی با روی خوش و خیلی مهربانه من گفتم بفرمایید بشین و گفتم فلان هستن. گفتم بله ما شما رو میشناسیم و قبلا گفته بودیم تشریف بیاین نیومده بودین و اینا. گفتم که الان اومدم، خیلی هم شاکیم و شروع کردم از سایتش رو ایراد گرفتن و گفتم شما کار یه آرتیستی رو گذاشتین که اصلا این کارو شما نفروختین، زمین فروخته شده و این کار رو اصلا من فروختم و شما چرا برای خودتون کردیت باز میکنین؟ و بعد ایشون برای من توضیح داد که اصلا این آثار چجوری ما از هنرمندا میگیریم، چقدر داریم تلاش میکنیم که هنرمندا عادت کنن اصلا تو فضای مجازی آثارشون رو بذارن، به سختی ما این ارتباط رو برقرار میکنیم، این فضا برای هنرمندا خیلی جا نیافتاده، این شکلی اون شکلی سوء تفاهم شده. هنرمند وقتی اثر فروخته میشه به ما میگه ما میزنیم فروخته شده، ما باید یه فرم دیگه ای بزنیم این فروخته شده، مثلا بگیم در دسترس نیست یا یه جور دیگه ای. اینجوری شد که ما نشستیم و با هم گپ زدیم و من فهمیدم که چه ایشون خوش ایده است و میخواد که روی فروش مجازی آثار کار بکنه و این پلتفرم رو راه انداخته مخصوصا برای کسایی که خارج از ایران میخوان با هنر ایران ارتباطشون رو قطع نکنن، کسایی هستن که شاغلن، چون خیلی از مجموعه داریم آدم‌های گرفتاری هستن، بیزنس‌های خیلی بزرگی دارن، خیلی فرصت نمیکنن همه نمایشگاه‌ها رو بیان و خب میتونستن خیلی راحت بیان و برن داخل این سایت و آثار رو ببینن و اتفاقا شفاف سازی میشد. چرا؟ چون این سایت اولین سایتی بود که قیمت داشت و خیلی قیمت شفاف بود، هر کسی نمیتونست یه عددی بگه و خیلی به شفاف سازی مارکت و هنر کمک میکرد و این خیلی هم خوشایند نبود برای خیلیا که داشتن در این فضا خرید و فروش انجام میدادن و اونجا شد که من خیلی از این پلتفرم خوشم اومد و این ارتباط دوستی ما شد که هنوزم با هم کار میکنیم و حالا بعدها ایشون اصلا آرت چارت رو راه انداختن که یه پلتفرمیه که راجع به اقتصاد هنر داده میده و تجزیه تحلیل میکنه. شما میتونید در عرصه بین‌المللی و داخلی هنرمندای ایرانی رو بخونید، بررسی بکنید و این خیلی کمک میکنه به یه مجموعه دار بدون اینکه بخواد اتکا بکنه به گالری دار یا خود هنرمند، بیاد و دیتای واقعی ببینه و بتونه ارزیابی بکنه که اصلا من دوست دارم روی این هنرمند سرمایه گذاری بکنم یا نه. خب ببینید آدم‌هایی چجوری داری، خیلی مهمه به نظر من که شفاف بشه ارزش گذاریه بر چه اساسی داره اتفاق میفته. خب این ارزش گذاری اون جای شیرینیه که من میگم که جای خوبیه برای تمام کسایی که دوست دارن اتفاقا یه بخش از سرمایه‌شون رو بیان توی هنر سرمایه گذاری بکنن و خوشبختانه دولت دخیل نیست، این بخش خصوصیه. ببینید هنرمند وقتی اثری رو خلق میکنه و میخواد روش یک ارزش گذاری مادی بشه، قیمت روش گذاشته بشه، چند نفر دخیلن. یکیش خود هنرمنده که به واسطه سابقش، سنی که داره، نمایشگاه‌هایی که گذاشته، اثرش ارزیابی میشه و در واقع با مارکتش قیاس میشه که این روی حالا ابعاد، اندازه، تکنیک، همه اینها میتونه باز روی اون تاثیرگذار باشه. مثلا اگه یک هنرمندی یک اثر کاغذی داشته باشه با یه اثری که روی بومه، با همدیگه تفاوت قیمتی از نظر متریال هم پیدا میکنه، از نظر تکنیکی هم پیدا میکنه، از نظر سایز باز امکان داره تفاوت ایجاد بکنه. یکی این بخشه. یکی دیگه این که گالریدار به عنوان کسی که سالها سابقه داره و داره با هنرمندای مختلف کار میکنه میتونه ورود پیدا بکنه و به هنرمند پیشنهاد بده، بگه من بر اساس در واقع مارکتی که میشناسم و سابقه ای که از هنرمندای هم نسل تو میدونم و هم تکنیک تو میدونم، باز میتونه ورود پیدا بکنه و بیاد و قیمت رو سنجش رو داره سنجش بزنه. این که هنرمند با چه کیوریتوری کار بکنه میتونه خیلی تعیین کننده باشه. بعضی وقتا ما کیوریتورایی داریم که اینها افراد خیلی سرشناسی هستن و بودنشون در کنار یک هنرمند یه ارزش افزوده‌ای رو به هنرمند اضافه میکنه و اینا در حوزه هنرهای تجسمی فقط در ایران کار میکنن، بعضی وقتا بین‌المللی هستن و وقتی شما باشون همکاری میکنی برای هنرمند آورده‌های زیادی از نظر
حتی مالی میتونه داشته باشه. به جز اون خود مجموعه دارا هستن. ببینید وقتی که یک در واقع مجموعه دار میاد و از یه هنرمندی اثر میگیره و طی سالیان، چون ما مثلا به غلط به خیلیا میگیم مجموعه دار، ما هر کسی که میاد و با تنوع زیادی اثر میخواد بهش میگیم مجموعه دار. خب چون مجموعه دار یک در واقع کلمه‌ایه که به آدم‌ها احساس خوبی میده. ولی در واقع مجموعه دار کسی است که با یک کانسپت خاص و یک استیتمنت خاص میاد در طول زمان هنرهایی رو که داره خریداری میکنه با یک کانسپت و وسواس و با یه در واقع نگاهی انتخابشون میکنه و در یک دسته‌بندی قرارشون میده. مثلا میاد همه هنرمندایی که مثلا موضوعی مثل درخت و کار کردن طی سالیان جمع میکنه. میاد هنرمندا رو بر اساس سبک‌ها انتخاب میکنه. میاد هنرمندی رو فقط انتخاب میکنه، دوره‌های مختلف کاری اون هنرمند رو جمع میکنه. این که هر کسی میاد و پراکنده اثر میخره به واقع مجموعه دار نیست. اون مجموعه زمانی مجموعه است که یک کانسپتی داشته باشه، یک استیتمنتی داشته باشه. وقتی که مجموعه دار میاد با اون استیتمنت و اون کانسپت اثر میخره، میتونه توی مارکت هنر تاثیرگذار باشه. اتفاقا من فکر کنم اونور بیشتر تاثیرگذاره. این ترندا رو دیدی اونور بیشتر اتفاق میفته که یهو مثلا مجموعه های یه شخصی اون 50 سال پیش ترند میشه و مجموعه دارها شروع میکنن به خریدنش. یه مقدار بعضی وقتا من این حالت پامپ رو میبینم توش که اونایی که تواناییشو دارن شروع میکنن به خریدن، یه هایپی رو ایجاد میکنن، بعدم دامپش میکنن میفروشنش. این تو ایران هست نیست اصلا؟ ببین تو ایران هست، تاثیرگذار هست، اما به اون شکلی که میبینیم مثلا خارج از ایرانه خیلی اتفاق نمیفته. دلیلش اینه که ما مثلا یک کلوپی از مجموعه دارها نداریم. خیلی وقتا مجموعه دارهای ما همدیگر رو نمیشناسن، یا اگرم میشناسن واسطه ها میل و رغبتی ندارن که اینها با هم معاشرت بکنن. خب یعنی گالری ها یا دیلر ها میرن از مجموعه دارا کار میگیرن ولی نمیخوان مثلا بدونن که این اثر شما بدونین این اثر مال مجموعه آقای ایکس است که دارید به آقای ایگرگ میفروشید، چون امکان داره که منافعشون به خطر بیفته. دلیلش چیه؟ چون مجموعه دار ما حرفه‌ای نیستن، متوجهی نیستن که اون گالری دار یا اون در واقع دیلر باید حضور داشته باشه، باید وجود داشته باشه. فکر میکنن که خب چرا باید این پول اضافه رو ما به واسطه بدیم، خودمون دوتا هم میتونیم با هم معامله بکنیم. اما واقعیت اینه که اونها باید بقا داشته باشن، چون اونها کارهای دیگه‌ای رو انجام میدن در طول زمان و این باعث میشه که اون دیلرها یا گالری دار احساس امنیت نکنن که دوست داشته باشن مجموعه دارا همدیگر رو بشناسن. این که مجموعه دارا همدیگر رو بشناسن در یک جاهایی میتونه خیلی کمک کننده باشه. یکی اطمینان خاطر میده، چون بعضیشون آدمای سرشناسی ان. وقتی شما دارید اثری رو از یک مجموعه دار میخرید به مجموعه دار دیگه‌ای میدید، یه سوپاپ اطمینان میشه برای اون فرد دوم که داره خریداری میکنه. یا خیلی وقتا قدیما این شکلی بود، اون موقع که اینستاگرام نبود و راههای ارتباطی با هنرمندا انقدر باز نبود، گالری دارا خیلی دوست نداشتن که هنرمندا بدونن که کی کارشون رو خریده، که این خیلی کار بدی بود که بعدا نکنه مثلا خودشون دوتا با هم مثلا خرید و فروش انجام بدن. گالری دار باید در واقع یا دانشگاه وقتی هنرمندا دارن توش تحصیل میکنن باید جایی باشه که بتونه نقش ها رو برای هنرمند در واقع پررنگ بکنه و اهمیتشون رو به هنرمند ارائه بده. ببینید این که هنرمند کار خودش رو بفروشه اصلا کار صحیحی نیست، چون هنرمند که اقتصاد نمیدونه، خب مارکتینگ نمیدونه، هنرمند باید در واقع اثر هنری خوش خلق بکنه و گالری دار باید این کار رو انجام بده. و گالری دار چون بعضی وقتها شفاف این کار رو انجام نمیده، نمیخواد هنرمند بدونه قیمت نهایی چقدر بوده، نمیخواد بدونه که مثلا کدوم مجموعه دار اینو خریده، که البته این روزا خیلی کم شده ها. این که من دارم میگم مال دوره جوانی منه. الان به خاطر اینکه راههای ارتباطی خیلی بازه و شما واقعا در کسی از ثانیه میتونی به هنرمند دسترسی داشته باشی، اصولا دیگه گالری دارا هم خیلی روی ماجراها اصراری ندارن. ولی واقعیت اینه که همه آدم‌ها در این مارکت نقش خودشون رو ایفا میکنن و همه باید باشن. خب نقشه آخه تعریف نشده است به صورت، خب برای اینکه ما تربیت نشدیم. ببینیم ما در دانشگاه تاریخ هنر بهمون یاد میدن ولی اقتصاد هنر بهمون یاد نمیدن. ما در دانشگاه بهمون اهمیت وجود دیلرها رو یاد نمیدن.
ما وقتی در ایران کسی دیل میکنه، خرید و فروش اثر هنری میکنه و آدم تحصیل کرده در این رشته است، خیلی رغبت نمیکنه بگه من دیلر هستم یا مشاور خرید و فروش هستم. احساس بدی میکنه، احساس میکنه که چیپه. چرا؟ چون در یک زمانی در یک مقطعی آدم‌های این کار رو انجام دادن که آدم‌های تحصیل کرده در این رشته نبودن. ولی که کسی که کارشناس حالا رشته نقاشی یا کارشناس ارشده اتفاقا باید بیاد کارشناسی کنه یک اثر رو برای کسی که میخواد خریداری بکنه. پس کی باید این کار رو انجام بده؟ خب ما تربیت نشدیم در دانشگاه و تربیت نمیشیم، آموزش بهمون داده نمیشه و خیلی جاها احساس میکنیم مثلا گالریدار داره از ما پول زور میگیره اگر داره از ما کمیسیون میگیره، در صورتی که گالریدار داره کارهای دیگه رو به موازات شما به عنوان هنرمند برای شما انجام میده، داره در واقع وقت میذاره، انرژیشو میذاره، با مجموعه دارا با خریدارا صحبت میکنه، با موزه ها صحبت میکنه، برای شما میخواد کتاب چاپ بکنه، کاتالوگ چاپ بکنه، شما رو در فضای مجازی معرفی بکنه، اصلا فضایی رو ایجاد کرده که پاتوق هنری است. خب و برای بقاش باید رو فروش شما کار بکنه که درآمد داشته باشه. اما چون همه اینها در جای خودش قرار نگرفته و خیلی بریم دورتر، میبینیم که بخش آموزش از بچگی ما اصلا این فضاها رو نمیشناسیم، نمیدونیم گالری چیست، در آموزش پرورش کجا اومده که شما باید حتما یه تایمی رو اختصاص بدین بچه‌ها رو ببرین گالری گردی بکنن، کار فرهنگی بکنن. من خیلی بعید میدونم مثلا در دستور کار آموزش پرورش این باشه. الان هم که قانونی وجود نداره، یعنی قانون پرورش فکری خیلی یه کمرنگه، ما میبینیم خیلی رونقی نداره، اون هم که وجود نداره. ما حتی الان سینمای مخصوص بچه‌ها فکر نمی‌کنم داشته باشیم. زمان کودک من حداقل برنامه سینمای شرق قصه بود که فقط فیلم برای بچه‌ها بود. خب ما همچین چیزی الان فکر نمی‌کنم خیلی هم وجود داشته باشه، یا اگر هست انقدر روش کار نشده که ما حداقل بشنویم و ببینیم. من فکر می‌کنم اینا خیلی ریشه در آموزش، پرورش و تربیت ما داره. اینجا دولت میتونه خیلی نقش داشته باشه. خب در بخش آموزشی ما در ارگان‌های دولتی که هنوز بخش هنری رو تحت پوشش خودشون قرار میدن. حالا اتفاقا من اعتقاد دارم توی این صنعت 2 تا اهرم هست که اهرم‌های خیلی مهمی هم برای اقتصادش. یکی ترس از دست دادگیه، یعنی تو این ترس رو داری که اگر این رو نخری از دستش میدی. بله. محدوده دیگه. بله. یعنی چند تا پیس داریم، هر کدومش یونیکه نسبت بله. به خودش. که این خیلی ویژن نسبت به این صنعت. دومم سرمایه گذاریه، یعنی تو احساس میکنی خب من اگر بیام سرمایه گذاری بکنم پولم میتونه رشد داشته باشه و حداقل خیلی راحت دلاری هستم میام قیمت گذاری میکنم، همیشه ارزشش حفظ میشه. ولی اتفاقا تو این 2 زمینه من نمیبینم کسی خیلی فعالیتی بکنه. یعنی ما یه آکشن داریم که اتفاقا اساسش بر همون فومو چیده شده، ترس از دست دادن. چرا این هی قیمت رو میبره بالا اون میبره بالا؟ بخاطر اینکه من اگه اینو نخرم اینو دارم از دست میدم. بعد میاد لایو برگزارش میکنه میگه از دستش ندی. یا این چرا جاهای دیگه کار نمیکنه؟ ببینید الان شما در سطح شهر دارید تردد میکنین، کلی بیلبورد میبینین میگه که فلان جا بیا طلا آب شده بخر. سرمایه گذاری دیگه. دولت اجازه داده که مثلا دیجیکالا تبلیغ بکنه، فلان بانک تبلیغ بکنه، برای شما SMS میاد بانک میگه میتونی بیای مثلا حواله ماشین بخری، سرمایه گذاری کن. خب میتونی به طلا آب شده بخری. چرا هیچ وقت دولت نمیاد روی آرت زمینه سازی بکنه، فعالیت بکنه؟ نمیشناستش. چون مال خودشون، خوب طلا مال خودشه، بعد خودش بخری. نه صرفا. مگه معادن طلا همش مال دولته؟ ما معادن خصوصی داریم. خب یا مثلا اگر دونه ماشین وارد میشه، خیلی از شرکت خصوصی هم دارن الان وارد میکنن، یا حتی فردم الان میتونه بیاد وارد بکنه. بحث این نیست. بحث اینه که لزوم گسترش نگاه و درست نگاه کردن به زمینه‌های فرهنگی هنری در ایران ساختارش بعد از انقلاب میبینیم خیلی قوی پیش نرفته. خب یا کسانی که مدیرانی که انتخاب شدن دغدغه این رو نداشتن، یا اگر دغدغه‌مند بودن خیلی آگاهی و سوادش رو نداشتن، یا اگر دوست داشتن حتی کمک بگیرن، دوستان هنرمند به واسطه اینکه اونها مدیرهای هنری بودن باشون همکاری نکردن. خب یه قهری اتفاق افتاده بین فضای دولتی و فضای خصوصی که خیلی از هنرمندا دوست نداشتن به دلایلی برن همکاری بکنن با فضای دولتی. خب من اینجا این ایرادم میبینم.
خب که ما فضا رو خالی کردیم. وقتی فضا رو خالی کردیم به هر حال اونا می‌خواستن پیش بره. آدم‌ها رو آوردن که اون آدم‌های متخصصی نبودن یا دغدغه‌مند نبودن یا بضاعتشون همینقدر بوده. خب این اتفاق هم افتاده. من مدیرهایی رو میشناسم که آدم‌های خوشفکری بودن. حتی مدیر موزه هنرهای معاصر آدمی بوده، جوان بوده، بسیار دلش می‌خواسته فعالیت بکنه، همکاری بکنه. خیلی هم باشه همکاری کردن ولی خیلی هم نکردن. گفتن این بخش مثلا دولتی است ما وارد نمیشیم. فردا برای ما امکان داره بدنامی به جا بذاره. ببین اتفاقها میفته. خب یعنی ما ارسرم یه جاهای خودمون هم خالی می‌کنیم. یه جاهایی هم حق داریم که خالی بکنیم. و این باعث میشه اون بستر ساخته نشه. خب ما میبینیم که سرمایه در مملکت ما تعریفش روی طلا، روی فرش، روی الان متاسفانه خودرو حتی جزء سرمایه حساب میشه. خب ولی تو بخش فرهنگ هیچ فرهنگ سازی نشده که هنر یه سرمایه است، هم سرمایه معنوی است، هم یک سرمایه کاملا جدی اقتصادی است. خب روش کار نشده. و کی به من الان بیلبورد میده من بیام روی هنر کار بکنم، بگم بیاین سرمایه گذاری کنیم، بیاین آرت بخرید؟ کی به من این بیلبوردو میده؟ حالا من به نظرم خیلی هم نیازی نیست، چون خیلی مخاطبین محدودی داره نیش مارکت. دقیقاً. چون اصلا هنر بحثش این هستش که یه بخشیش در واقع میتونه، ببینید خلق هنر و ارائه هنر برای هم است. وظیفه یه هنرمنده که نسبت به اتفاقها و رویدادهای جامعه‌اش حساس باشه، دغدغه‌مند باشه. و هنری به نظر من در زمان باقی میمونه که اصولاً هنرهایی هستن که چیزی برای گفتن دارن. ما هنر دکوراتیو هم داریم، زیباست، ولی هنرهایی ما میبینیم که دست به دست میشه، سالهای سال میمونه، آدم‌ها راجع به صحبت میکنن که دارن راجع به یک مسئله صحبت میکنن، یک دغدغه‌مندی، یک روایت توش وجود داره. اما این روایت برای همه است، یعنی برای همه سطوح جامعه است. ما میخوایم که همه با هر سطحی از دانش، بینش و قدرت اقتصادی مخاطب این هنر باشن. اما تو بخش اقتصادیش واقعیت اینه که اصلا برای همه سطوح جامعه طراحی نشده. برای قشر متوسط رو به بالا طراحی شده و این فقط در ایران نیست، در همه جای دنیاست. شما از یک سطحی و از یک قیمتی بالاتر اثر هنری رو واقعا برای یک قشر خاصی طراحی میکنی که بخرنش، نه برای اینکه ببیننش. باید همه جامعه ببیننش، باید در اختیار همه باشه که ببیننش، همه لذت ببرن، همه برداشت‌های خودشون رو داشته باشن. برای همین هست که موزه‌ها و گالری‌هایی هستن که اصلا نمایشگاه‌های ثابت دارن یا گنجینه‌هایی دارن، خب به وجود میان، برای اینکه هنر برای همه است، یک میراثه. اما در واقع اون بخشی که برای سرمایه گذاری است برای یه قشر خیلی خاصه. حالا آکشن ها اینجا چه نقشی رو بازی میکنن؟ مفیدن؟ مخربن؟ میتونن هم خیلی مفید باشن، هم میتونن مخرب باشن. تو چه جور میبینی؟ خب ما که آکشن زیادی در ایران نداریم. ما موفق ترین آکشن و طولانی ترین آکشنی که داشتیم حراج تهران بوده. حراج تهران به نظر من یک شروع بسیار خوب بوده. ما با شروع حراج تهران خیلی از هنرمندانی که سالها فراموش شده بودن یا مارکت خوبی نداشتن یا به دلیل اینکه مثلا آدم‌هایی بودن که حالا خیلی فروش رو ارزش نمیدونستن، مارکت هنر رو نمیشناختن، خیلی دور افتاده بودن از فضا و خیلی از در واقع هم نسلی مثلا نمیشناختنشون یا خیلی از کاراشون و مجموعه‌اشون اصلا ندیده بودن. حراج تهران باعث شد که خیلی از این آثار دوباره از توی خونه ها بیرون بیاد، مرمت بشه، خیلیاش نمایش داده بشه، ارزش پیدا بکنن و اصلا از نظر جنبه اقتصادی بازار هنر دیده بشه. یعنی خیلی متوجه بشن که خب اینجا یک فرصتی برای سرمایه گذاری است. تا اینجاش خیلی عالی، خیلی خوبه و تنها جاییه که تقریبا گالری ها با هم تونستن متحد عمل کنن، چون همه می اومدن و به حراج تهران اثر میدادن. کجاش جای بدی میشه؟ اونجایی جای بدی میشه که شما وقتی داری یک اثر رو در حراج تهران در واقع میذاری و داری روش مانور میدی و میخوای دیده بشه، باید قیمتش و ارزش گذاریش خیلی حقیقی باشه. یعنی این قیمت باید طوری باشه که وقتی یک نفر از حراج تهران از یک آکشنی کار رو میخره و میخواد
مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد اون اثر رو بفروشه، بتونه به راحتی بفروشه، نه اینکه بیاد زیر قیمت بذاره برای فروش و حتی باز نره. یعنی به نظر تو بالاتر بوده قیمت گذاری؟ بعضی وقتا این اتفاق افتاده. خب این اون بخشش میشه که بخشیه که به نظر من باید کارشناسی دقیق تر میشده، که توی این سالها حاشیه‌های زیادی هم داشته، اما وجود آکشن ها بسیار ضروری است، باید باشه، چون توجه بیزنس های بزرگ رو که در واقع سرمایه گذارای خیلی خوبی هستن و خیلی نابن و خیلی خالصن به خودش جذب میکنه. تو اینو گفتی دوستان نظرتو بدونم که تو بحث آثار هنری نظرت بیزینس ها چجوری میتونن وارد بشن برای سرمایه گذاری روشون، جمع تبدیل شدن به مجموعه دار؟ بله میدونم قدیم هم یه سریا وارد شدن، اگه دوست داری در مورد اونم میتونی صحبت بکنی. اصلا چه حجم از بازاری رو میتونن داشته باشن؟ کشورهای دیگه چجوریه؟ اصولا فرد وارد میشه یا بیزینس ها هم وارد میشه؟ من یه جایی راجع به حامیان هنر گفتم ما بخش خصوصی داریم و در واقع بخش دولتی داریم. این بخش خصوصی میدونین که اولین حامیان هنر حالا بیشتر درباریا بودن دیگه، در واقع هنر یک امر سفارشی بوده و بعدها آروم و آهسته و پیوسته هنرمند یک شخصیت مستقل پیدا میکنه، اصلا به صورت کارگاهی بوده، یک در واقع هدی وجود داشته، یک سرپرستی بوده و هنرمندا میشستن زیر نظر اون سرپرست کار میکنن و تا یه دوره ما اصلا امضای شخصی نمیبینیم توی هنر و کاملا یک امر سفارشی بوده. و خب این میشه اون بخش دولتیش که الان هم میتونه همینطور باشه، یعنی دولت مردها یا در واقع ارگان‌های مختلف دولتی میتونن مثل قدیم یکی از بزرگترین در واقع سفارش دهنده ها یا خریداران آثار هنری باشن. مثلا مثل مجلس گنجینه بزرگی داره از آثار هنری، یا موزه هایی که موزه های دولتی هستن خب گنجینه داشتن. خب بعد انقلاب خیلی آهسته پیوسته این گنجینه ها دوباره خریداری کردن براش و خب مثلا چند وقت پیش خبر بدی شنیدیم راجع به موزه امام علی که حالا آثاری رفته بود بیرون، چون موزه ها اجازه دارن اثر بفروشن ولی باید اینا کارشناسی بشه، باید اجازه گرفته بشه و اینا اینجوری نیست که موزه ها اجازه ندارن آثاری رو بفروشن، برای تأمین در واقع آثار دیگر میتونن با شرایطی آثارشون رو خرید فروش بکنن. ولی مسئله سر اینه که توی بخش خصوصی خود هنرمندا توی سالهای مختلف حامی هم بودن. ما هنرمندای زیادی میشناسیم که مجموعه داره بزرگی بودن، مثلا آقای تناولی خودشون یکی از بزرگترین در واقع حامیان هنر بودن، سالهای زیادی از هنرمندای مختلف کار کردن. آقای تبریزی همینطور، ایشون هم حالا الان فوت شدن ولی خانواده گنجینه با ارزش از هنرمندای مختلف دارن. علاوه بر هنرمندا که مجموعه دارها بودن که باز اینها یا خانواده های خیلی قدیمی بودن که هنر و فرهنگ توشون ریشه داشته، یا خانواده هایی بودن که به واسطه حالا آورده های مالی رشد اقتصادی میکردن و دوست داشتن که یه پرستیژ اجتماعی داشته باشن، اومدن و حامی هنر شدن. الان هم ما این مجموعه دارها رو داریم، از مجموعه دارهای هم قدیمی هم جدید که من امیدوارم هر روز بیشتر بشن و اتفاقا تو نسل جدید باشن، اضافه میشن. اما خیلی از این مجموعه دارها علاوه بر اینکه مجموعه شخصی جمع میکنن، بیزنس هاشون رو هم میان و داخل این در واقع مجموعه داری میکنن. یعنی یک شرکت یا کارخونه‌ای دارن، میان با سودی که از فروش یا حالا درآمدی که دارن یه مقدار خیلی اندکیش رو در آرت سرمایه گذاری میکنن و اتفاقا در فضاهای کاری خودشون اون آرت ورکا رو میذارن، نگه میدارن، هم فرهنگ سازی میکنن، چون خیلی از کارمندا یا آدم‌ها اصلا امکان داره دغدغه مثلا رفتن و دیدن فضاهای هنری رو نداشته باشن، میان تو فضایی کار میکنن که هر روز یک تابلو، یک اثر هنری هست، آهسته پیوسته میگن این چیه، برای چی خریدن، اسم این هنرمنده چیه، امکان علاقه‌مند شن، بعد متوجه میشن یه ارزشی داره. خب این خیلی اتفاق خوبیه. و اینکه خب اون شرکت در قدیم اینطور بود که شرکت ها یا بیزنس ها اگر می اومدن اثری رو می خریدن از مالیات معاف می شدن. الان متاسفانه این قانون برداشته شده، فکر نمی کنم وجود داشته باشه. خب قبلا فکر میکنم میگفتن پولشوییه که میخوام بیان ببین اعدادی که اعدادی که در هنر جابجا میشه اصلا عددی نیست که پولشویی بشه. من فکر کنم آخرین حراج تهران گرونترین اثرش 22 میلیارد بود اگه حضور ذهن. من دقیق نمیگم چون میترسم اشتباه بکنم، ولی ببینین یعنی یه واحد 100
100 متری هم شاید حتی نشه. شما مثلا بخواید توی فرشته بخرین 100 متر هم باش نمیتونین بخرین. خب دیگه تو فرشته بخوای بخری که هیچی. خب یعنی میخوام بگم این عدد اصلا عددی نیست که کسی بخواد باهاش پولشویی بکنه. یعنی شما باید چقدر بیزنستون کوچیک باشه و چقدر مثلا فکرتون باید کوچیک باشه و همچین چیزی بیاین پولشویی بکنین. خب نه اصلا به نظر من این اعداد پولشویی نیستن. این در واقع تمایل قشر جدیدی از جامعه رو نشون میده که بیزنس هایی رو دارن، این بیزنس ها آورده های خوبی داره و اونها دارن درآمدهای خوبی رو کسب میکنن، دوست دارن وارد یک لول و طبقه اجتماعی فرهنگی بشن. ببینید وقتی شما یک اثر هنری رو به دیوار خونه‌تون یا دفتر کارتون میزنین، نشون میده که اولا خب شما یک توان مالی داشتین که این اثر رو حالا در لول یک استاد بخرید و بزنید. خب نشون دهنده اون طبقه در واقع اجتماعی شما نظر مالیه. بعد وقتی که شما اومدید اون رو انتخاب کردید و نرفتید این پول رو مثلا صرفا فقط ماشینتون رو خوب بکنید، حالا ماشین خوبم دارید خب، ولی اومدین این رو خریدید و در آفیستون زدین، نشونه که شما اصلا یک زبان دیگری رو متوجه هستین و در یک طبقه فرهنگی قرار دارید. خب و این خیلی میتونه برای در واقع یک فرد خب اعتبار کسب بکنه. میدونید وارد یک باشگاهی از آدم‌های ویژه میشید. اتفاقا من که قلبا اعتقاد دارم بازار خیلی خوبیه، ولی نمیدونم چرا دو تا 4 تا نمیشه و خیلی هنوز نتونستن توش وارد بشن. یکی از دلایلش شاید بحث بیمه باشه. بله این یکی بحثیه که ما سالهاست داریم باش کلنجار میریم. ببینید به هر حال ما هر چیز ارزشمندی رو که میخریم بیمه میکنیم. یعنی این به ما اطمینان خاطر رو میده که سر جاش هر اتفاقی بیفته سر جاش. به هر حال یا اگرم کامل پوشش نده تا یه مبلغ خیلی زیادیشو میتونیم خیالمون راحت باشه. ولی آثار هنری متاسفانه در ایران براش بیمه تعریف نشده. الان دوستان خیلی دارن تلاش میکنن که در واقع با یک بیمه‌ای وارد مذاکره شدن، دارن کارهای اداری و قانونیش رو انجام میدن که بشه این اتفاق بیفته. اگه این اتفاق بیفته خیلی اتفاق خرسندیه، چون شما میگید آقا من یه کارخونه دارم بیمه‌اش کردم، اگه خدا نکنه آتیش بگیره بالاخره میدونم که من خیلی متضرر نمیشم. حالا آثاری که خریدم گذاشتم تو کارخونم چی؟ میدونی این بحث خیلی بحث مهمیه. وقتی بحث بیمه بیاد وسط، بحث کارشناسی قیمت خیلی ارزش پیدا میکنه. کیه که قراره کارشناسی کنه؟ کیه کارشناسی بکنه؟ و دیگه اینجوری نیستش که در مارکت هر کسی بتونه هر قیمتی رو ارائه بده. میتونه یک مثلا در واقع حد فاصلی داشته باشه، اما نمیتونه دیگه خیلی متفاوت باشه. ببین این خیلی کمک میکنه هم به بازار هنر، هم خیلی کمک میکنه به سرمایه گذارها که خیالشون راحت باشه که این سرمایه حفظ میشه. اگر مثلا البته خب خوشبختانه مثلا اگر کسی به منزل شما بیاد و مثلا سرقتی انجام بده، اثر هنری بدزده، به راحتی نمیتونه در مارکت خرید و فروش بکنه. سرتیفیکیت یا شناسنامه اثر چیزیست بسیار با ارزش. من بعید میدونم کسی بره خونه کسی بخواد دزدی بکنه مثلا تابلو برداره. نه درد سره، من توصیه نمی‌کنم. اصلا چرا دیگه نمیصرفه. خیلی چیزای دیگه هست که دقیقاً اینقدر که مردم ما امکان داره تو خونه‌شون دلار رو نمیدونم سکه داشته باشن، خب اون چشمگیرتره. حتی فرش هم بندازه رو دوشش ببره براش فروشش راحت تره. خوشبختانه سازوکار سرتیفیکیت هایی که گالری ها میدن این اطمینان خاطر رو برای کسایی که خریداری میکنن ایجاد میکنه که هم اصالت سنجی شده، هم این که در واقع اگر خدا نکرده سرقتی اتفاق بیفته نمیتونن به همین راحتی اثر رو بفروشن و بیشتر این سرتیفیکیت ها ثبت میشن. به خاطر همین هست که وقتی شما دارین اثری رو در واقع منتقل میکنید به دیگری، بهتره که به واسطه گالری ها باشه که اون شجره یا پیشینه اثر رو ثبت بکنن که بدونن این قبلا دست کی بوده، الان داریم به کی میفروشیم، اینا ثبت میشه. این خیلی اهمیت داره. اینجاست که میگم نقش گالری ها مهمه. ریزکاری های وجود داره که گالری ها باید وجود داشته باشن و باید در واقع خریداران این سلسله مراتب رو حفظ بکنن و در واقع به گالری ها برن و از گالری دارا بخواین که براشون این خرید و فروش رو انجام بدن. به هر حال نبودن همین بیمه باعث میشه که تو اینو خیلی نتونی جابجا بکنی و در
حالا ببریش از این ایونت به اون ایونت در انظار عمومی نشونش بدی، محدودت میکنه. شاید هم محدودیت خیلی حتی برای فرستادن به خارج از ایران، یا اینکه شما بخواید هنرمند خارجی دعوت بکنید که در ایران نمایشگاه داشته باشه، مسئله بیمه خیلی مسئله پررنگیه، چون در واقع مثل کالایی که شما صرفا دارین پستش میکنید یا ارسالش میکنی باش برخورد میشه، بیمه ی هنر نمیشه، اثر هنری نمیشه. این خیلی موضوع بسیار مهمیه، جلوشو میگیره. بله. خب شکیبا، حالا ما خیلی در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم که من فکر می‌کردم بیشتر در مورد داستان زندگی خودت قرار صحبت کنیم، ولی اینقدر دیتاها و اطلاعات جالب در مورد این کیوریتوری و دیلری با ما اشتراک گذاشتی که من خودم خیلی لذت بردم. حالا به کسی پیشنهاد می‌کنی وارد این کار بشه؟ خیلی زیاد. به هر حال ما هممون داریم، یعنی میان سال شدیم و داریم هی میان سال‌تر میشیم دیگه و کم کم دیگه خب سنی از ما میگذره. به نظر من این خیلی خوبه که آدم‌های جوون بیان تا ما سر حالیم، کنار ما مثلا بتونن کار بکنن. اگر ما چیزی دیتایی داریم، اگر ما دانشی داریم، که حالا من خودم واقعا جزو آدم‌هایی که بگم من دانش زیادی دارم اصلا نمیدونم. من خودم هر روز سرچ میکنم، میخونم، میبینم، دوستان دیگم که نمایشگاه جمع میکنم میرم میبینم، یاد میگیرم، نمایشگاه‌های خارج از ایران رو سعی میکنم دنبال بکنم، ببینم، استانداردها رو ببینم. من واقعا تو این زمینه اصلا ادعایی ندارم، فقط کسی هستم که رو علاقه‌مندی این کار رو انجام دادم، اونم به واسطه یک دوست که من مشوق من بوده، اتفاقا همسایه شما هم هستن، آقای فرهاد آذرین. کجا؟ گالری آتمین رو دارن. سال 93 ایشون من رو تشویق کردن که بیا و یک نمایشگاه جمع کن، که نمایشگاه خیلی موفقی بود، اسمش بود چند پرده از بهشت، 38 تا آرتیست داشت و اون زمان ما سولد اوت شدیم و خیلی برای من نمایشگاه خوبی بود. من خیلی تو نمایشگاه یاد گرفتم. آرتیست‌ها همکاری میکنن؟ انسان ها همیشه با هم دیگه بالاخره یه چالش هایی دارن، اما واقعا هنرمندا آدمای نازنینی هستن و هرچی در توانشون هست خب دوست دارن که انجام بدن، چون مارکت ما هم یه مارکت خیلی بزرگی نیست، کوچیکه و نمایشگاه هم خب حالا خیلی زیاد و متنوع نیست. هنرمندا واقعا استقبال میکنن. چرا یه وقتایی هست بعضیا همراه نمیشن، بعضیا همراهی میکنن، بالاخره در هر شغل این اتفاق میفته. تو اگه بخوای الان یه دونه نمایشگاه جمع بکنی به قول خودتون، راحته یا سخته؟ کیوریتوری گردآوری نمایشگاه نیست، جمع کردن نمایشگاه فقط نیست. یک کیوریتور در واقع خودش یک جور هنرمنده، با سلیقه خیلی، اصلا هنر خودش. در واقع انگار شما یک نمایشگاه یک قطعه از یک اثره که هنرمندا با آثارشون خب قطعه های اون اثرن خب، و کیوریتور میاد در واقع یک روایت جدیدی رو از آثار خلق میکنه و این خیلی شهامت میخواد، این خیلی شجاعت میخواد، این خیلی خلاقیت میخواد، این یه دید میخواد. این با گردآوری فقط یک نمایشگاه جمع کردن هنرمنده حالا فقط با یک موضوع واحد با هم متفاوته. اون گردآوریه. اتفاقا با قطعاتش هم در دستش باشه دقیقاً که بتونه اون چیزی که دلش میخواد داشته. و شما باید در واقع هنرمندا رو بشناسی، جنس کارشون رو بشناسی، درست اینا رو کنار هم بذاری. دقیقاً استیتمنت نمایشگاه رو واقعاً یا حالا خودت نوشتی یا کسی نوشته طرحش رو مطرح کرده، که اصولاً کیوریتورها خودشون کسایی هستن که اصولاً اون استیتمنت رو طراحی کردن و نوشتن و مثل یک رهبر ارکستر هستن که میان نوازنده های درخشان رو جمع میکنن که بتونن اون قطعه زیبا که اون استیتمنت نمایشگاه هست رو خب در واقع ارائه بدن به مخاطب. و اگر یک جا کوچکترین کسی فالش بزنه، همه نمایشگاه در واقع میره زیر سوال. کدوم نمایشگاه رو بیشتر از همه دوست داشتی که خودت انجامش دادی؟ همه نمایشگاهایی که خودم انجام دادم و دوست داشتم با همه اشتباهاتش. شروع کردم. یکیشو بگی که بیشتر دوست داشتی؟ چند پرده از بهشت رو خیلی دوست داشتم برای اینکه دو سرسود بوده. من این نمایشگاهی که گذاشتم در واقع همسر آینده‌ام توش انتخاب کردم و خیلی برای من چیز داشت، اثر داشت. بله، اون فقط حضور داشت. نه، ماندنی اونجا یه اثر خیلی جذاب داشت که در واقع یه دیجیتال آرت بود که یه عکس بود که کار کرده بود و خیلی بامزه بود، خیلی اثر. چجوری باهاش کانکشن گرفته بودی قبلش؟
خب من کیوریتور نمایشگاه بودم و ما آرتیستا رو بر اساس موضوع که بیشتر هم نگارگری و نگاه متفاوت به نگارگری و گل و مرغ بود دوست داشتیم که ببینیم هنرمندا با این موضوع به صورت امروزی چجوری برخورد میکنن و خب 6 ماه من درگیرش بودم، با هنرمندا صحبت میکردم، کاراشون رو اتود میزدن. خیلی هم اولین نمایشگاه بود، خیلی با وسواس و دقت و با همه هی ارتباط داشتم، چک میکردم کارا رو، مثلا تو چه مرحله چه جوریه. یه روزی دیدم که یه آقای جوانی به من زنگ زد و گفتش که سلام، من ماندنیم و گفتم بله و گفت من شنیدم شما این نمایشگاه رو برگزار میکنین و من میخوام توی نمایشگاه باشم. آفرین. من گفتم که مگه همین طوریه که شما دلتون بخواد توی نمایشگاه باشین؟ من گفتم نه دلایلی دارم و دلم بخواد توی نمایشگاه باشم و منم گفتم که باشه و با هم یه صحبتی کردیم. من قانع شدم که ایشون باید توی نمایشگاه باشه. پشت تلفن یا حضوری؟ تلفنی صحبت کردیم، بعد حضوری هم گفتش که اگه میشه ببینمتون توضیح میدم و دلایلی دارم. منم دلایلشو شنیدم و پذیرفتم. گفتم شما یه ذره عقبی از نمایشگاه، مثلا آدما خب چند ماه قبل‌تر داشتن کار می‌کردن هنرمندا، شما عقب. بعدش گفت نه من خودم میرسونم و اینا و واقعا خوش رسون و کارش هم خیلی کار خوبی بود. قرار بود که این تک نسخه باشه، انقدر خوب بود که استقبالش ما 3 نسخه شد و 3 ادیشن داشت و بعداً هم ایپیشو به من هدیه داد. از اونجا ما دوست شدیم، دوستیمون شکل گرفت و خیلی دوستای صمیمی بودیم و از شهامتش خیلی خوشم اومد. خیلی آدم جسوری بود، خیلی آدم جذاب و بامزه‌ای بود و خیلی اونجا بود که به نظرم خیلی آدم خاصی اومد. همین که تلفن رو برداری زنگ بزنی ببینم تو نمایشگاه دقیقاً. و این باعث شد که حالا بعدها دوستی ما شکلش عوض شد و بعدم که ازدواج کردیم. به خاطر همین چند پرده از بهش برای من واقعا چند پرده از بهش بوده. ایول. آینده رو چجوری میبینی تو این صنعت؟ آینده خودمون رو در ایران یا آینده صنعت هنر رو؟ در ایران. ما خیلی خارج از ایران اگر بخوایم فکر بکنیم که من تشویق میکنم این کارو بکنیم، حداقل اینجا توضیحش نمیتونیم بدیم. در ایران اگر که وضعیت اقتصادی نتونه خوب باشه و بخواد با این شیب تندی که داره میره ادامه پیدا بکنه، من اقتصاد هنر رو برای هنرمندا خوب نمیبینم. هنرمندا همین الان برای خلق اثر در تهیه مواد متریال اولیه‌شون بسیار چالش دارن. برای داشتن کارگاه بسیار چالش دارن با اجاره هایی که هست و در هر زمینه‌ای واقعا مشکلات اقتصادی دارن. اقتصاد خیلی موضوع مهمیه برای اینکه ما بتونیم در واقع بخوایم اقتصاد هنر رو رشد بدیم. خود اقتصاد باید سالم باشه، باید حتما متعادل باشه، انقدر نباید نوسان داشته باشه. نباید هنرمند متریالش رو دلاری بخره اما مجبور شه اثرش رو ریالی بفروشه. میدونین همه اینا خیلی تاثیر میذاره و وقتی که متاسفانه قشر متوسط ما هر روز داره کوچیک‌تر میشه و دیگه داره قشر متوسط حذف میشه، قشر متوسط اون زنجیره میانی ماست خب که میتونه خودش کمک بکنه که فرهنگ و هنر بین دو طبقه اجتماعی دیگه بقا پیدا بکنه و اگر این حذف بشه خیلی اتفاق بدی از نظر فرهنگی و هنری برای ما میفته. شاید برای هنرمندان حالا که استاد هستن یا ما بهشون اصطلاحاً میگیم مستر بازار خوب باشه، چون مثلا عدد و رقم‌های اونها بالاست، دلاریه و خیلی دلار زیاد روش تاثیر نمیذاره که من اعتقاد دارم هنوز هنر ما از دلار عقبه. یعنی ما هنوز جا داره آثار هنریمون به اندازه دلار بره بالا. یعنی حتی آثاری که ما دلاری میفروشیم از دلار عقب هستن. به خاطر همین میگم اینجا جای خوبی برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن. ولی هنرمندای میانه ما و جوان ما بسیار آسیب خواهند دید. در نتیجه ما احتیاج به ثبات داریم در اقتصاد. بله، اون که برای همه کارها نیاز به ثبات داریم، مثلا بدون ثبات نمیشه پیش رفت. حالا به نظر خود نقش یک کیوریتور یا دیلر چقدر میتونه مهم باشه توی پیدا کردن هنرمندان جوان و معرفیشون به یک جامعه‌ای که حداقل دارن شماها رو دنبال میکنن؟ آیا اصلا این اعتماده به صورت کامل وجود داره تو اگر الان بیای بگی که من به نظرم این هنرمند آینده خیلی خوبی داره و
سرمایه گذاری رو آثارش میتونه یک سرمایه گذاری پرسود باشه با یه برگشت بالا. داری این دسته‌ای که بخوام به حرفت اعتماد بکنن، اصلا با یه هنرمند جوان ارتباط بگیرن؟ ببین کیوریتورها یا دیلرهایی که حالا من خیلی دوستم تاکید بکنم که مفهوم دیلر رو به عنوان کارشناس در واقع فروش یا مشاور فروش ببینیم، برای اینکه آدم‌هایی که واقعا رشته تحصیلیشون این بوده و متخصصن در فروش آثار هنری خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حتی در واقع زنده نگه داشتن بخشی از بدنه هنر میتونه تاثیرگذار باشه. حالا چطور؟ مثلا ما افراد داریم مثل خانم ترلان رفیعی و آقای یاشار صمیمی که در واقع کیوریتورهایی هستن در حوزه چاپ دستی و چاپ ما رو به صورت جهانی روش کار کردن، بین المللی. واقعا ما ازشون تشکر بکنیم برای اینکه اومدن مجموعه شخصی خودشون آثار اهدا کردن به موزه ها. خب و ما اسم خیلی از هنرمندای ما رو در زمینه چاپ دستی زنده نگه داشتن و تونستن روی مارکت اونها تأثیر بذارن به صورت داخلی. یعنی اگر مثلا چاپ خانم ایکس رفته در موزه ایگرگ، ما میبینیم که اثر نقاشیش هم در ایران قیمتش رفته بالا. ببینید این خیلی اتفاق مهمیه. ما واقعا آدم‌های عاشق که برای هنر بدون چشم داشت کار میکنن کم نداریم. خب الان اگر که یک آرتیست جوانی باشم، بله، راه پیدا کردن مسیر برام چجوری میتونه باشه؟ بعد با شما ارتباط بگیرم و با گالری ارتباط بگیرم؟ اصلا منو حساب میکنن آدم که بخوام وارد بشم؟ یک هنرمند باید چیکار کنه اگر خیلی جوان باشه؟ این مسیر خیلی مسیر سختیه. یه خاطر بامزه براتون بگم. گالری هور که آقای امدادیان در واقع صاحبش هستن که ایشالا سالهای سال سایه‌شون بالا سر ما باشه، که ما خیلی مدیونشون هستیم، مخصوصا برای اتفاقاتی که اول انقلاب برای موزه هنرهای معاصر نیفتاده که ایشون اون زمان اونجا بودن و خیلی سفت وایسادن و آثار حفظ شدن. من وقتی خیلی جوان بودم، زمان ما CD بود. الان نمیدونم مثلا بچه‌ها بدونن CD چیه، هنوز هست یا نیست، ولی من یه جا بودم گفتم برای اینکه کفترا رو از توی تراس از CD استفاده کنیم، بعد بقیه گفتن نه اونم دیگه از بین رفته، این CD به دردمون هم نمیخوره. ما بعد کارامون رو روی CD میریختیم و مثلا یه CV هم آماده میکردیم، با ورد میزدیم توی اون میذاشتیم و بعد مثلا از این CD چند تا هم رایت میکردیم، میبردیم گالری‌های مختلف میدادیم با گردن کج که به اون وقت نمایشگاه بدن. روشم با ماژیک CD اسممون و شماره تلفنمون هم مینوشتیم که نکنه این CD گم شه، مثلا ندونن کیه، بندازنش دور و از این اتفاقا. من یادم که برای نمایشگاه حالا مثلا انفرادیم که می‌خواستم بگیرم، رفته بودم این CD رو مثلا به چند تا گالری که دوست داشتم دادم. یکم گالری هور بود و هیچ وقت از گالری هور خبری نشد و حالا من مثلا اون زمان رفتم با گالری شیرین کار کردم و تا الانم کار میکنم، سال‌هاست با هم کار میکنیم، همکاری میکنیم. بعدها خب من با پسرای آقای امدادیان دوست شدم و با هم دوستی داریم و حال هم میپرسیم و با هم رفت آمدی میکنیم و این حرفا. چند سال پیش در یک خانه تکانی یعنی گالری تکانی یه CD پیدا میشه که اسم من روش بود و شماره تلفن من و بچه‌ها کنجکاو میشن که این چیه و میبینن که روش خورده مقبول است. یعنی آقای امدادیان کار دیده بوده، CD ها رو دیده بوده و تایید کرده بوده. یکی یادش رفته بوده به من زنگ بزنه و بچه‌ها من گفتن که اینطوری شده و شروین به من زنگ زد، پسرشون کوچیک بود، بابام مقبول بوده ولی ما زنگ نزدیم، نمیدونم کی بوده زنگ زد. شما مسیر زندگی منو عوض کردی. همین ببین، ولی الان خوب سوشال مدیا میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه، یعنی تو خیلی به راحتی میتونی. خیلی به نظر من اگر دانشگاه خیلی این نقشو میتونن پررنگ داشته باشن. ببینین جوجمان در دانشگاه که حالا شاید دوستانی که میشنون کلمه جوجمان ندونن چیه، من یه توضیح بدم که در واقع وقتی که دانشجوها در طول سال کار میکنن، وقتی میخوان امتحان پایان سال بدن یا حالا میان ترم یا حالا جوجمان‌ها کلاسی هم برگزار میشن، ما در واقع یک چیدمانی از آثار میکنیم و استاد یا اساتید میان اینو میبینن و مثلا داوری میکنن
و آثار رو نمره میدن یا حالا برای مسابقه ها هست هر چیزی از جوجمان میکنن، کلمه فرانسوی. و جوجمان ها توی دانشگاه مهمن. این نیستش که فقط یه استاد بیاد کلاسش رو جوجمان بکنه، بعد از گالری دارا دعوت بکنه، از کیوریتورا دعوت بکنه، بگه جوجمانای آخر سال من، مخصوصا زمانی که بچه‌ها دارن فارغ التحصیل میشن تو سالهای آخرن، بیاد بگه بیاین جوجمانای منو اگر میشه ببینیم، مهمان ما باشین. خب بیان آرتیستای خوب و شناسایی بکنن، خب و به دست کیوریتورای خوب بسپرن که اونا بتونن باهاشون در واقع کارا رو پیش ببرن، بتونن مدیریتشون بکنن، یا حتی ما متولی به عنوان در واقع مدیر برنامه هنرمند نداریم. خب اگر این افراد باشن، اون آدم‌ها واقعا آموزش دیده باشن، تحصیل کرده باشن، میتونن خیلی نقش مهمی رو ایفا بکنن. دقیقاً. تو خودت اثری رو داری که خیلی دوست داشته باشی، فیوریتت باشه؟ بله. دوست داری بگی مال کیه، چیه؟ من یه اثری رو از یه مجموعه به اسم رهین و رهینه که تو گالری شیرین برگزار کرده بودم نمایشگاهش رو نگه داشتم که جزء مجموعه در واقع شخصی خودمون باشه و تنها اثری بود که ما از مجموعه‌ای که من کار کردم طی سال‌ها داشتیم و خیلی هم دوستش داشتیم. در یه جایی از خونه‌ام گذاشته بودیم من ماندنی که خیلی دیگه دوستش داشتیم و چیدمان کرده بودیم، چون ما یکی از در واقع دل مشغولیامون اینه که خودمون از هنرمندای دیگه هم اثر می‌خریم و دوست داریم. داشتیمش تا چند سال پیش. آرتفر ابوظبی بود و گالری شیرین با من تماس گرفتن، گفتن که میخوام بریم آرتفر و خب الان آرتفرها در سطح جهانی همه کیوریتور محورن، یعنی اینکه یه سری کیوریتورهای بین‌المللی هستن که تو آرتفرها میان به دعوت اون آرتفر و گالریا میان هنرمنداشون رو معرفی میکنن، آرتیستایی که میخوان ببرن رو اسم و آثارشون رو، رزومهشون رو، سی وی و پورتفولیوشون رو آماده میکنن میدن و اون کیوریتور رو انتخاب میکنن و من انتخاب شده بودم و زمان ما خیلی نداشتیم و منم مشغول انجام دادن یه کاری بودم، داشتم یه اثر جدیدی رو کار میکردم و به من گفتن که نمیشه. بعد گفتن 2 تا کار از تو باشه و نمیشه و گفتم من 2 تا کار ندارم، من یه کار دارم. اصرار که اون کارو بده. گفتم بابا این کار تنها کاریه که من دارم، مال خودمونه و اینا، و من مجبور شدم بدم. رفت و در ایام کرونا بود و در اولین پری اوپنینگ که خیلی سخت اون آرتفر برگزار شد، خیلی سختگیرانه بود و خیلی آنچنانی بود. در واقع خانواده سلطنتی روز پری اوپنینگ اومده بودن دیده بودن و یکی از اعضای خانواده سلطنتی در امارات در واقع اون رو خریدن و 2 تاشو با هم گفتن هر 2 رو میخوایم و میدونم که در یک در واقع خوب شد، سرنوشت خوبی پیدا قصری است در امارات. بله البته خونه شما هم خیلی عالیه، قربونت مرسی. اینجا بیشتر دیده میشه احتمالاً. من دوست دارم یه نظرت هم بدونم در مورد بحث هنرهای دیجیتال. بله. با توجه به اینکه اینقدر سریع داره همین چیز عوض میشه، آیا کسی که دیجیتال داره کار میکنه هم هنرمند هست یا نیست؟ اون بچه آینده‌ای برای هنرش ببینه؟ اصلا شما چه نگاهی دارید به این؟ من خیلی سعی میکنم در این حوزه ورود نکنم چون تخصصم نیست. ببینید مثلا من در حوزه عکس اصلا تخصص ندارم، خودم علاقه‌مندم ولی من تخصصی ندارم، به عنوان یک علاقه‌مند همیشه بهش نگاه میکنم. در حوزه دیجیتال هم من واقعا تخصصی ندارم، اما از قدیم هم هنرهای دیجیتال جزو آرت بودن و هستن و مال الان نیستن، حالا شکل دیجیتال تغییر کرده، الان خب هوش مصنوعی خیلی وارد شده ولی قبلا هم بوده. به نظر من شما جلوی هیچی رو نمیتونین بگیرین، اصلا ذات هنر همینقدر خلاقانه و فی‌البداهه بودن و پیشرو بودن و هنجار شکنیه. اگر قراره که امروز حالا اون در واقع مدیا یا چیزی که شما باش کار میکنی اسمش دیجیتاله، یه زمانی اسمش قلم بوده، اسمش نمیدونم بوم بوده. خب یه زمانی اونایی که رنگ روغن کار میکردن فهم میکردن اکریلیک کار بکنی اثر فاخر نیست، خب میگفتن نه باید با رنگ روغن کار بشه. اینا وسیلن.
خب اون چیزی که خروجیه اون خلاقیت است. شما میتونید اثری رو بشینید بکشید خیلی هم جذاب باشه ولی از نظر من هنر نباشه و شما فقط تکنسین خوب باشید. خب به نظر من این تکنیک خیلی میتونه نقش پررنگ، تکنیک میتونه جذاب باشه، میشه یک نفر واقعا صاحب تکنیک باشه، ولی مسئله سر اینه که به نظر من هنر فراتر از تکنیکه. مرزی چجوری مشخص میشه؟ اون مرز فقط حول محور خلاقیت. یعنی به نظر من الان شما آرت فرها یا نمایشگاه هایی که میرید خیلی جاها دیگه اصلا رباته. اگه اینجوری باشه که باید بگین اصلا این که هنر نیست، این بخش رباتیکه، اصلا باید بریم تو مهندسی مثلا، باید بریم توی علم، ولی ما میبینیم هنره چون خلاقیت توشه. الان اصلا واقعا به نظر من بحث این که هنرمند یک کاری رو 0 تا 100 انجام بده و خودش انجام داده باشه اهمیتی نداره. یعنی واقعا این که خروجی اهمیت داره. میدونی اون خروجی اهمیت داره که حاصل خلاقیت کیست. من دوست دارم که بدونم برای آخرش صحبتی هست که ما با هم نکرده باشیم، جا افتاده باشه. این که من خودم میخوام بگم که من خیلی جاها فکر میکردم کاری رو دارم درست انجام میدم، زمان که ازش گذشته احساس کردم نه، مثلا با دانش اون زمانم اون شکلی دیدمش و شاید اشتباه بوده. یه زمانی خیلی از هنرمندایی که اون موقع میگفتن هنرمند این استاد، میگفتن مثلا این کار چرا بعد این آدم انقدر مثلا شناخته شده، مگه این چیه؟ اینا که مثلا خط خطی هن یا این که مثلا کار خاصی نکرده. بعدها متوجه شدم که هنرمند رو با یک اثر نباید ببینید، نباید قضاوت کنید. هنر یک پروسه است. خب و شما هنرمندها رو باید با مجموعه هایی که کار کردن، با در واقع آثاری که در مجموع دادن بیرون بشناسین و اهمیت و تاثیرپذیریشون در زمانه. تا حالا سعی کردی اینو به عنوان یک رسانه‌ای که میدونم هم پیج خودت هست هم بله توضیحش بدی؟ یعنی بیای آثار یک هنرمند رو مخصوصا طول زمان که این تکامل ذهنیش اصلا به چه شکلی بوده، از کجا شروع کرده این آثار رو خلق کرده و در اینجا هم به یک نهایتی رسیده، شروع کنی توضیح دادن برای آدم‌های عادی که بفهمن هنر رو. نه متاسفانه من در صفحه خودم این کار رو نکردم، اما در یه پروژه‌ای که با گالری مژده همکاری کردم درباره زنده یاد آقای مهدی صحابی بود. من کیوراتور مهمان موزه هنرهای معاصر بودم و توی کتاب هم بخش در واقع هم ویرایش کتاب رو انجام دادم، هم خودم یک مقاله راجع به یک مجموعه از آقای صحابی که از مجموعه ماشین هاشون بود که هیچ وقت نمایش داده نشده و به صورت یک مجموعه مجزا مقاله نوشتم راجع بهش. اونجا سعی کردم که دقیقاً این رسالت رو انجام بدم، مخصوصا که آقای صحابی به مترجم بودن همه میشناسنش و ایشون نقاش بی‌نظیری بودن. یعنی نمیتونم بگم از نظر هم تکنیک هم از نظر ایده و خلاقیت ایشون یک هنرمند فوق‌العاده درجه یک بودن که متاسفانه ما خیلی زود از دستشون دادیم. الان خوشبختانه فضا برای فضاهایی از این جنس که برای هنرمندها کتاب در واقع بیرون بیاد، کار پژوهشی بشه و براشون توی مثلا موزه نمایشگاه برگزار بشه و ازشون حالا نمیگم تجلیل به اون معنا ولی قدردانی بشه، اتفاق میفته ولی خیلی کمه. من فکر میکنم که باید این اتفاق بیشتر بیفته و حتی خود من هم الان این تلنگری که شما به من گفتین واقعا ما میتونیم این کار رو بیشتر انجام بدیم و به نظر من خوبه، لازمه که این اتفاق بیفته که ما روی هنرمندایی که میدونیم شایستن، شاید حتی کمتر دیده شدن یا هنرمندای میانه هستن، هنوز جا داره که خیلی خوب بررسی بشن، شناخته بشن، توی فضای مجازی بیشتر کار بکنن. نه حداقلش اینه که اون چیزی که به تو یاد دادن که چه بهتر ببینی. بله. تو الان این رسانه رو داری یا همه این رسانه رو دارن الان که خیلی راحت‌تر بتونن عموم رو به بهتر دیدن عادت بدن. بله. که اصلا دنبال چی باید بگردن، چه جوری باید نگاه بکنن و فکر می‌کنم خیلی تاثیر داره توی رشد سلیقه مخاطب عام. بله، من مثلا این کار رو با گالری گردی انجام دادم، مثلا گالری هایی که نمایشگاه دارن و خودم میبینم که نمایشگاه های خوبی هستن و خودم دوستشون دارم و فکر میکنم که حالا با استانداردهایی که من به اندازه سواد خودم
و درک خودم باش در واقع آشنا هستم، سعی میکنم که به مخاطب خودم توصیه بکنم که برن ببینن، یا خودم خیلی وقتا فیلم میگیرم میذارم و بازخوردش اینه که خیلی اول تشکر میکنم برای اینکه شهرستانن نمیتونن بیان این نمایشگاه ها رو ببینن. یا کار دیگه‌ای که خودم انجام میدم، من به تازگی نمایشگاهی رو جمع آوری کرده بودم به اسم درج که من 9 تا هنرمند از شهرستان داشتم و کار کردن با هنرمند که در شهرستانه و شما دوره، شما بخواید نمایشگاه کیوریت بکنید بسیار کار سختیه، برای اینکه باید هم اون متوجه کانسپت نمایشگاه بشه، هم شما متوجه اثری که اون میخواد خلق بکنه بشین. مراوده دور بسیار کار رو سخت میکنه، حتی با تکنولوژی امروز کار سختی است. ولی سعی کردم حتما در واقع ما این اتفاق بیفته که با هنرمندایی که شهرستان هستن همکاری داشته باشیم. و باز با هنرمندای خانوم، تعداد آرتیستای خانوم من در این نمایشگاه تعدادش بیشتر از آقایون بود، برای اینکه میگم واقعا هنرمندان خانوم در اقلیت هستن، به واسطه این که حتی مجموعه دارا وقتی دارن اثر رو میخرن این رو لحاظ میکنن به صورت ذهنی که اگر من دارم سرمایه گذاری میکنم ایشون خانومه، اگر ازدواج بکنه چی؟ اگر به واسطه ازدواج این کار رو بذاره کنار چی؟ اگر بچه دار شه چی؟ اتفاقا بذاره کنار که بهتره، یونیک‌تر میشه دیگه کارش. نه، شما باید به اون درجه رسیده باشین که در واقع انقدر به اون شهرت و جایگاه رسیده باشین که تعداد کارهای کمتون. بله، به نظر من هنوز آرتیستای خانوم در اقلیت هستن و ما باید واقعا این فرصت رو براشون مهیا بکنیم که دیده بشن، کار بکنن، بسترش براشون مهیا باشه. بله، میدونی این از اون مباحثیه که به نظر من ساعت‌ها میتونیم در موردش صحبت بکنیم، چون تو هم اطلاعات خیلی خوبی داری. من خیلی پرحرفم، منظورم اینه. نه، اطلاعاتت خوبه و واقعا هم شیرین صحبت می‌کنی. من بازم دوست دارم بدونم. قربونتون. من خودم هر روز دلم می‌خواد بیشتر بدونم. آره دقیقاً همینطوره، ولی خب چیکار کنیم که یه حدی بیشتر می‌ترسم که دیده نشه. یه بار دیگه می‌پرسم صحبتی هست برای اینکه ما نگفته باشیم دوباره بریم توی بحث دیگه. من فقط با یه صحبتی، شما برای من 3 سوال فرستادین قبل از اینکه مصاحبه رو داشته باشین، از من پرسیدین موفقیت چیه؟ میدونی من انقدر که این بحث برام آموزنده بود، اختیاده جدی میگم. حالا اصولا اپیزودایی که ما داریم به خاطر اینکه من خودم یه دستی تو خیلی از کارها دارم، بله، راحت تره برام، ولی در مورد هنر من اطلاعاتی واقعا ندارم اونقدر. این خیلی برام آموزنده بود این 2 ساعت، به خاطر مثلا یه سری چیزا من کلا یادم رفت که بریم سمتش. مثلا همین که تو آیه خودت رو موفق میدونی، یکی از اون سوالاتیه که من از همین میپرسم، میگه یادم رفت بود از تو بپرسم. نه خوشگاه، الان ازت میپرسم. من خودم رو راضی میدونم و فکر می‌کنم رضایت یه جور موفقیت. من از هر آنچه که در زندگیم تجربه کردم بسیار راضیم و اگر 100 بار دیگه به دنیا بیام همین مسیر رو طی میکنم. امیدوارم البته خب مثلا نظام آموزشی اینقدر پیچیده نشه، سنگ جلو پای من نندازه، کار کردن اینقدر پیچیده نشه، فضای اقتصادی اینقدر پیچیده نباشه، ولی واقعا باز همین مسیر رو می اومدم. یعنی باز دوست داشتم وارد همین حرفه میشدم، همین مراحل رو میرفتم، دوست داشتم دوباره پله پله رشد بکنم. این رشد پله پله رو خیلی دوست داشتم. مگه میشه اصلا به غیر از پله پله جور دیگه رشد؟ بله میشه. شما میتونید که از طریق آدم‌های دیگه، ماندگار نیست. نمیدونم، برای بعضیام کار کرده، خب نقدش نمی‌کنم، برای من کار نمی‌کرد. من احساس میکنم که این پله پله رشد کردنه به من همیشه این تلنگر رو میزنه که پله‌های زیادی مونده، خب و فکر نکن که تو به جایی رسیدی. هی دوستم که یاد بگیرم. خیلی هم جاها هم مجبور شدم یه چند تا پله رو برم عقب، دوباره برگردم و دوباره یاد بگیرم. این خیلی برام خوب بوده. و از من پرسیدین موفقیت به نظرت چیه؟ من یه جمله براتون فرستادم که مال فکر میکنم چرچیله. فکر میکنم، نمیدونم، مطمئن نیستم، من اینجوری خوندم. میگه موفقیت حرکت از شکستی به شکست دیگه با حفظ اشتیاقه و واقعا برای من کار کرده. خب نمیگم کارهایی که من کردم شکست بوده توش، ولی وقتی در زمان ازش فاصله گرفتم توش اشکالهای زیادی رو دیدم، چون دانش من محدوده. من یه آدمیم که باید هر روز رشد بکنم و این همیشه این اشتیاقه منو سر پا نگه داشته و باعث نشده من ناامید شم، باعث نشده ناراحت شم.
یه جایی هم وقتی ناراحت شدم با خودم گفتم که بالاخره این که تو این کار دوست داشتی انجام دادی و نتیجه رسوندیش. من خیلی روی این تاکید میکنم. من فکر میکنم شاید نسل جدید توی چیز اشتیاق نداره. من فکر میکنم حفظ کردن اشتیاق یا ایجاد اشتیاق برای نسل جدید میتونه بهشون خیلی کمک بکنه که حتی شکست هاشون رو بزرگ نبینن، ازش عبور بکنن. و این وظیفه فکر میکنم نسل ماست و نسل هایی که حالا از ما جلوتر سنشون بیشتره، ما با اون اشتیاق رو تو جامعه حفظ بکنیم. ببین یکی از دلایلی که این پیپر کاپ شکل گرفت دقیقاً ساختن یک سری الگوهای واقعیه، نشون دادنشون نه ساختنشون، مخصوصا برای نسل جدید. چون نسل جدید احساس میکنه که به واسطه پیغام‌ها و محتواهایی که هر روز داره میبینه، من بعد امروز اگر شروع میکنم به کاری و 6 ماه دیگه به بهترین شکل به یه جای خیلی خوبی رسیده باشم. ولی تمام آدم‌هایی که توی یک چیزی موفق شدن یا یک مسیری رو رفتن سالها طول کشیده، چند بار عقب رفتن، دوباره شروع کردن، همون اشتیاق بعد از شکست رو داشتن. و اگر همین پیغام ما بتونیم برسونیم که عجله نداشته باش، چون با عجله آدم نمیتونه به هیچ چیزی برسه، احتمالاً شاید یه تاثیرگذاری کوچیکی داشته باشیم برای اینکه این نسل امید داشته باشه به اینکه توی یک مسیری شروع به حرکت بکنه. بله، و من فکر می‌کنم که ما باید اون اشتیاق رو در جامعه سطحش رو بالا ببریم. من فکر می‌کنم که این خیلی رسالت ماست. اشتیاق چیزی است که ما باید هی حس خوب، امید و اون خوشحالی اینها رو پخش بکنیم، چون من فکر می‌کنم این خیلی سطحش در جامعه پایینه. دقیقاً همینطور. بله. شکی با صحبت دیگه ای هست؟ نه، من خیلی پرحرفی کردم، خیلی لذت بردم. اگه جایی رو اشتباه گفتم امیدوارم کسایی که میشنون و از من واقعا هم دانششون بیشتره هم تخصصشون بیشتره به بزرگی خودشون ببخشن و امیدوارم که برای بقیه مفید باشه. به نظرم که خیلی بوده، برای من که خیلی مفید بود. مرسی. خیلی هم لذت بردم. مرسی که اومدید. مرسی ممنونم. مرسی. خسته نباشین. خسته نباشین.